چی اپدیتس آمده در آمازون پرایوت لیبل، کدام کسایی میتونه که آمازون پرایوت لیبل صحیح پیش ببره، از کجا ما شما میتونیم، یعنی بیخی امروز کنفیوژن شما مکمل ما گارانتی میکنیم که شما بیخی مکمل خلاص میشه. میم اول ببینید اگر ما شما کم سال 2020 و سال 2021 طرف 21 میریم، امازون پرایوت لیبل رقم بود که یعنی بیخی زیاد دیفیکل بود، زیاد چیزای تکنیکال بود، به خاطر از اینکه هر چیزی که ما و شما انجام میدادیم با ترادیشنال متد ما و شما رو کار میکردیم. ترادیشنال متد به این معنی هر چیز ما و شما مینوال پیش میبردیم، ما سری که تولز پیش میبردم که بیخی زیاد تایم زیاد وقت از ما و شما میگرفت. اگر ما یک مثال به شما میگم که در سال 2019 وقتی که ما و شما یک چیز در گوگل سرچ میکردیم، در گوگل چی رقم بود؟ صرف یک مین کیورد ما و شما میدادیم. فور ایگزامپل انفارمیشن برای یک چیز میخواستیم که ما و شما برای کدام بیماری انفارمیشن میخواستیم و صرف یک مین کیورد سرچ میکردیم. امروز چی رقم است؟ امروز ما و شما مکمل تشریح میتیم، مکمل با دیتیل میگیم با ای آی. باز ای آی چی میکنه؟ جواب سوالات ما و شما باز دقیق میته که شما اینجا مشکل داریم، شما چی رقم میتونید که مشکل خود حل کنید و پیش رقم نبود. امازون هم همین رقم است. پیش رقم بود که وقت که ما و شما در امازون کار میکردیم، امازون زیاد یعنی کار از ما و شما میخواست، هر چیز باید با منوال متد ما و شما پیش میبردیم. و امروز چی شده؟ امروز ای آی آمده. وقتی که ای آی آمده، ای آی کارای امازون اینقدر آسان کرده که کارایی که ما و شما در یک سال پیش میبردیم او را امروز ما و شما در 2 روز، در 3 روز، در 4 روز الا در یک ماه شما میتونیم که مکمل و کارا را پیش ببریم. کوشش کنید دوستا که شما ویدیو خود بند کنید که باز توجه دیگرها باز طرف شما میشه. صرف شما کم متوجه شوید که ما چی رقم کار میکنیم، بعد در اخیر ان شاء الله با شما وقت میتم هر چی سوالای شما بود باز ما سوالای شما حل میکنیم. به این خاطر امروز پرایوت لیبل زیاد آسان شده با هلپ ای آی. ما و شما امروز اگر ما و شما پروداکت ریسرچ میکنیم با هلپ ای آی میکنیم، اگر مارکت ریسرچ، کامپیتیتور ریسرچ میکنیم ما شما با هلپ ای آی میکنیم. پیش رقم بود، پیش وقتی که ما و شما پروداکت ولیدیشن یا در مارکت دیماند صرف چک میکردیم، باید ون بای ون کامپیوتر ما شما باید چک میکردیم. و امروز ای آی است که برای ما شما کار زیاد آسان ساخته. امیر رقم اگر ما شما پروداکت سورسینگ میکنیم، ما شما پروداکت پی پی سی رن میکنیم یا پروداکت ولیدیشن میکنیم، هر چیز یعنی ما شما A to Z با هلپ ای آی میکنیم. پیش رقم بود وقتی که ما شما یک پروداکت، یعنی در سال 2025 ما با شما گپ میزنم، در سال 2025 وقتی که ما شما یک جنس سرچ میکردیم، فرض کنید واتر بوتل بود، اول واتر بوتل صرف سرچ میکردم مین کیورد که واتر بوتل. امروز رقم نیست. امروز امازون که است یعنی مکمل با ای آی وصل شده، مکمل ما و شما با الکسا یک نوشته میکنم که امازون ما میخوایم که ما برای جیم یک واتر بوتل بگیرم که سایزی اینقدر باشه، اینقدر آب جای کنه، این مکمل این رقم پیش میبردم. خب در اخیر ما شما میم ان شاء الله تا که این کلاس تا اخیر میره ان شاء الله مکمل کنفیوژن شما برای پرایوت لیبل و چی اپدیت آمده امروز مکمل ان شاء الله از شما خلاص میشه و بخیر. اول میم ما شما شروع میکنیم can you build a business from افغانستان. شما در افغانستان هستی، شما در هر کشور هستی، آیا ما شما میتونیم که ما در افغانستان یا در پاکستان یا در هندوستان یا در کدام کشور دیگه باشه و کستمر ما در امریکا باشه، آیا ما میتونیم که کار را انجام بدم از طریق آنلاین؟ و پیش از اینکه ما و شما پیش میریم کار خود را شروع کنیم، ما با شما یک پروداکت نشان میتم، یک پروداکت به شما نشان میتم که ما مکمل کار از را از طریق کمپلیت از طریق ای آی ما پروداکت لانچ کردم. الحمدلله امروز ما اضافه از 20 دانه برند کلان در امریکا در مختلف مارکت پلیس لانچ میشه و مکمل کاری که ما کردم مکمل به هلپ ای آی کردم. ما به شما سل داشبورد نشان میتم، آردرز آوریو به شما نشان میتم، آنلاین بیزنس ریپورت به شما نشان میتم، اکاونت هلپ به نشان میتم که ما به هلپ ای آی با استفاده ای آی ما چی رقم توانستم که ما به چند اکاونت اینقدر زیاد سلز ماجور کنم. ببینید یک داشبورد شما میبینی که صرف یک پروداکت پرایوت لیبل ما لانچ کردم به و پیرن الحمدلله ما صرف ارگانیک سل میگیرم، یعنی پیرن هیچ پی پی سی ما رن نکردم. 2 ماه پیش ما به مکمل پی پی سی بند کردم و هم یک پروداکت است. و شما اینجا ببینید که صرف ریزلت هم یک پروداکت ما به شما نشان میتم. شاید زیادتر شما امازون سلر سنترال داری، شاید شما سیلز هم میکنی.
صرف در جریان 6 ماه ما در لیست واجد سلرهای امازون آمدم که امازون بر ما آفر داده که شما میتونید که از امازون 1,50,000 دلار شما لون بگیری یا قرض بگیری. شما اینجا میبینی و پس شما میتونید که 1,50,000 دلار شما در امازون مصرف کنید. ما حالا به شما لایو داشبوردم نشان میتم. یعنی امازون امروز مکمل جات اپدیت شده. شما که صحیح کار میکنی به نظر امازون شما صحیح صدر باشی، باز امازون به شما زیاد کلان کرنا پرمیته. شما اینجا میبینی من اینجا با ریویو دیتیل میرم. پیش از اینکه کلاس ما شما شروع میشه که کم کنفیوژن برای امازون شما ریموو کنم که امازون امروز چی رقم پیش میره. اینجا شما ببینید که این لون پیسه که است از طریق کویک باکس امازون یک پلتفرم است از طریق داده میشه که از 1500 دلار تا 1,50,000 دلار ما امروز میتونم که ما از طریق امازون لون بگیرم و در جریان 18 ماه ما میتونم که این لون پس به امازون میتم به کشتوار و امکان داره که این پیسه اگر زیاد شوه، اگر 18 ماه زیاد شوه، باز ما الا 9% 10% الا 36% امازون سر ما تکس میندازه از می پیسه که ما باید دو تکس اجرا یا پایده اجرا ما باید به امازون پرداخت کنم. و پایین شما ببینید که از طریق پرافین هم بر ما یک آفر آمده که شما میتونید که 2,400 دلار شما از طریق ازمی هم بگیری که اکسپایر میشوه به 25 آگست و 3% اگری شما با پکس تایم نمیتی در 24 ماه کستوار شما بعد 3 الا 34% شما تکس پرداخت کنید. یعنی است ببینید ما حالا صرف بزنس رپورت از یک پروداکت ما به شما نشان میتم که ما از این یک پروداکت ما چقدر سیل جور کردم. من اینجا میام به پرفورمنس رپورت بزنس رپورت. شما ببینید که از این یک پروداکت ما اینجا در افغانستان نشسته ما چند دلار سل جور کردم در جریان یک سال. شما ببینید و یک پروداکت هستی سینگل پروداکت هست، یعنی در این پروداکت چی نیست زیاد نیست که 5 و 6 و اپ پروداکت نیست و در یک سال ما در لیست واجد شرایط سلرهای امازون ما آمدم. ببینید این سل شما ببینید که این صرف از سینگل پروداکت. شما اینجا ببینید 95,000 دلار و 4,400 آردر ما گرفتم صرف به سینگل پروداکت. شما این طرف ببینید که اینجا یک نیو لانچ برند یک دیگه است که یس شما رو ببینید که بیخی من نو لانچ کردم. یم پرایوت لیبل است، تقریبا 2 روز نمیشه که ما ایرا میگیریم فعلا 100% بای باکس در پرایوت لیبل می باشه. خب ما شما میایم ایرا به این خاطر به شما نشان دادم که شما این کم مردمی که امروز میگه که والله امازون سخت است، امازون نمیشه، صرف برای از اینکه ببینیم ما اینجا هستم در افغانستان هستم که ما به این قدر زیاد مقدار میتونم که سل جور کنم. شما هم میتونید که در هر جای افغانستان هست یا در هر کشور هست شما میتونید که از امازون شما اینکم داشته باشید. ببینید 95,000 دلار شما اگر را به افغانی کنورت کنید، به افغانی اگر شما را کنورت کنید اتلیست تقریبا 70 لک افغانی میشه و اگر شما را به پی کی آر کنورت کنید با پاکستانی کلاری تقریبا میشه 500 الی 600 لک میشه. یعنی این قدر به زیاد مقدار. به این خاطر ما و شما امروز باید یک کار امازون ببینید وقتی که ما و شما نام امازون میشنویم در ذهن ما و شما چی میاد؟ در ذهن ما و شما میاد که امازون یک مارکت، امازون یک جنگل است. یعنی امازون یک جنگل است و مردم میره کم فکر میکنه که یعنی مستقیما اگر ما شما فکر کنیم که امازون چی است، در فکر ما شما امازون یک جنگل میاد که یعنی یک جنگل از در دنیا و لارجست فورست یا لارجست جنگل دنیا است امازون. به این خاطر ببینید نام از امازون است که در دنیا کلانترین جنگل که است و امازون است و در دنیا کلانترین مارکت بزنس که است و چی است و هم امازون است. یعنی به این خاطری کمپیر شده با امازون. صحیح شده؟ استاد محترم در څوک چې دا کیک کا کنه دا هسې کلاس خرابوي.
با خب منظورت سلام علیکم و رحمت الله. اما هر و علیکم دوستی که هست بسیار یک انسانی است که اصلا نمیفهمه چه رقم فرهنگ و چه رقم انسان است. این به شخصیت آدم بوده. مزاحمت در درس نکنه، لطفا اگر نمیخوانی بخی برو که بان ما مردم در درس ما. ببینی بیخی بد است وقتی که یک نفر تعلیمم داره و این قدر میفهمه که زوم جوین کردن میتونه و باز ببینید افغانای ما و شما این مشکل افغانای ما و شما است که هیچ اگر خودت یاد نمیگیری اجازه میدی که یک نفر دیگه و یاد بگیره. اگر خودت شما این قدر بپرهنگ هستی، این قدر شما جاهل هستی که شما در جایی که و جایی چی بگویم به شما ببینید خب اگر ما چیزی میگم باز شاید ما میرخم معلوم شما نکنید، شما این کار نکنید. ببینید اگر شما نمیخواهی که خودتان چیز یاد بگیری اجازه بدید که مردم هر یک وقت خود ضایع کرده، وقت خود داده، اینترنت خود مصرف کرده، کار خود مصرف کرده و شما که این کار میکنی این بیخی بد است. خب دوستا میایم ما و شما یعنی امازون پلتفرم کلان است که امروز اگر مثل ما و شما را 1000 مردم میه در این معلوم نمیشه. یعنی مثل یک مثال یک جنگل امازون داره که در جنگل امازون اگر در یک روز هر چقدر مردم میره یا میه در هیچ معلوم نمیشه. سو به این خاطر امازون که است قدر کلان مارکت پلیس است و خود امازون چی میگه؟ امازون میگه شما اگر وقتی که شما شکار کردن یاد نداری شما داخل جنگل امازون نشوید. اگر شما شکار کردن یاد داری شما بیای داخل جنگل شوید. یعنی خود یک لفظ امازون است. خب دوستان ما شما میایم اول in the next 60 minutes you will understand the complete Amazon private label roadmap. یعنی در این 60 منت شما انشالله مکمل رودمپ امازون پرایوت لیبل شما میفهمی که امازون پرایوت لیبل چی است، چی رقم کار میشود. مکمل انشالله برای اما بعد از این کنفیوژن شما مکمل برای امازون پرایوت لیبل خلاص میشه. ما یک قدر واضح و آسان‌تر به شما تدریس میکنم چی امازون پرایوت لیبل و مکمل برای امازون. خب میایم ببینید you may not become an Amazon expert in 1 hour but after today Amazon should no longer confusion for you. یعنی شما در یک ساعت خود شما اکسپرت جور نمیشوی ولی ما را تضمین میکنم به شما که شما بعد از این کنفیوژن شما برای امازون پرایوت لیبل مکمل خلاص میشه. اول است امازون. ببینید امازون ما براتون تشریح کردم که امازون یک پلتفرم است، یک مارکت پلیس است، یک شاپ نیست، یک آنلاین شاپ نیست که ما شما فکر آنلاین شاپ میکنیم. در ورلد لارجست پلتفرم است که اونجا در دنیا از هر کشور مردم اونجا کانکت هست که زیاتر مردم از جنس به حیث بایر استفاده میکنه، زیاتر مردم را به حیث سلر استفاده میکنه. بعد از این در امازون بیزنس مدل است که ما شما تشریح میکنم که در امازون چند بیزنس مدل است. بایم بخیر ما شما تشریح میکنیم مکمل. پروداکت است که بعد از ما شما پروداکت به امازون چی رقم میفروشیم، چی رقم ما شما یک پروداکت انتخاب میکنیم و بعد از این سپلایر چی است، چی رقم ما شما یک سپلایر صحیح انتخاب میکنیم، سپلایر غلط چی رقم می باشه، برند چی است، آیا چیزی که ما نام برند شنیده باشم آیا در اصل او برند است یا برند به معنای چی رقم میشه. و بعد از این که ما جنس خود به امازون میبرم. در امازون ما ببینید در شروع اول ما شما بیزنس مدل انتخاب میکنیم، صحیح شده؟ امازون انتخاب میکنیم جنرال. باز در امازون ما شما چی میکنیم؟ یک بیزنس مدل ما شما انتخاب میکنیم. هر بیزنس مدل باشه باز ما شما تشریح میکنیم در آینده. و بعد از این باز ما شما پروداکت انتخاب میکنیم، یعنی یک پروداکت انتخاب میکنیم برای از که جنس سلکت میکنیم. بعد از اینکه جنس ما شما سلکت شده چی پیدا میکنیم؟ سپلایر پیدا میکنیم. باز سپلایر صحیح چیه که ما شما پیدا میکنیم است. و بعد از اینکه سپلایر ما شما انتخاب شده برند ما شما انتخاب میکنیم، یعنی برند نام برند انتخاب میکنیم، به اون لوگو میزنیم، به اون پروداکت، به اون پروداکت لوگوی ما شما، پیکیجینگ ما شما میاد که به نام برند یاد میشه. بعد از چی میشه؟ ما شما طرف امازون میریم. در امازون باز چی میکنیم؟ باز ما شما لیستینگ میکنیم، شیپمنت پلان جور میکنیم، ای پلاس کانتنت جور میکنیم، برند استوری جور میکنیم. باز این پروسه شروع میشه. بعد از چی میشه؟ باز کاستمر میاد. کاستمر میاد جنس ما و شما که برند جور کردم، سپلایر خریداری کردم، انتخاب کردم، او از ما و شما خریداری میکنه، میگیره. و بعد از ما شما چی میکنیم؟ وقتی کاستمر جنس از ما و شما میگیرم به حیث از باز ما و شما گروت میکنیم، یعنی
میبریم، پروداکت خود ما و شما بالا میبریم. خب حالا میایم امازون چی میکنه؟ امازون connects customer and seller. امازون که است و خود کاستمر و سیلر کانکت میکنه. ببینید امازون یک پلتفرم است، این کم نیست که ما گفتم که پیش ما گفتم که یک آنلاین شاپ است. صرف کار امازون چی است؟ امازون ما سیلر هستم، یک نفر کاستمر است، یعنی سیلر و کاستمر کانکت میکنه. کار امازون است. صرف او یک آنلاین مارکت پلیس است که مشتری و پروشنده و سیلر کانکت میکنه. یعنی این بس در هول ایدیای امازون ای است که شما باید هر وقت که در ذهن شما هر چیز میاد، شما باید در ذهن شما باید بیاید که امازون یک پلتفرم است که مشتری و پروشنده وصل میکنه با یکی دیگر، یعنی کانکت میکنه. بس امازون، کار امازون صرف ای است. دیگه کنفیوژن شما مکمل خلاص میشه. اوکی، how one Amazon order works. چه رقم یک آردر امازون کار میکنه؟ اول چی است؟ کاستمر، یعنی وقتی که یک آردر ما شما به امازون میگیرم یا یک مشتری میگیره، چه رقم او پروسس میشه؟ اول میه کاستمر آردر میده. کاستمر که آردر داد، امازون چی میکنه؟ امازون او آردر ریسیو میکنه. آردر از ریسیو میکنه، آردر از که ریسیو کرد، بعد از این پروداکت پکت اند شیپ میشه. او پروداکت امازون خود پک میکنه و بعد از این شیپ میکنه. بعد از پیکینگ چی میکنه؟ کاستمر ریسیو. کاستمر چی میکنه؟ کاستمر و جنس ریسیو میکنه. وقتی که کاستمر و جنس ریسیو کرد، سیلر گیت پید. باز در بدل از این کاستمر که کدام پیسه پرداخت میکنه، او به سیلر یا به پروشنده میایه، پس در بانک از میایه. صحیح شده؟ این یک آردر چه رقم کار میکنه. باز ما پرکتیکال اگزامپل پیش میرم، ما به شما میتم. این بیسیک چیزا هست، ما کم تیز میرم. who ship the product. ببینید وقتی که کاستمر به ما و شما آردر میده، پروداکت ما و شما کی شیپ میکنه؟ جنس ما و شما، محصول ما و شما کی شیپ میکنه؟ اول است FBA، دوم است FBM. یعنی در FBA چی میکنه؟ در FBA امازون جنس خود امازون استور د پروداکت، جنس ما و شما امازون استور میکنه، یعنی وقتی که اونجا میره جنس ما و شما در ویرهاوس در گودام خود میمانه. امازون پیک هم میکنه، یعنی بسته‌بندی هم میکنه و امازون شیپ هم میکنه به مشتری. و بعد از این امازون هندل مست کاستمر سرویسز. کاستمر سرویسز یعنی خدمات مشتری، هر چیز باشه و خود امازون میکنه. بعد از این چی است؟ FBM است. در FBM چی رقم میشه؟ در FBM the seller manage storage, packing and shipping themselves. خود سیلر که است او پیک هم میکنه، استوریج هم خود میکنه، منیج هم خود میکنه، با کاستمر شیپ هم خود میکنه. پر پرایویت لیبل، در پرایویت لیبل منی سیلر، یعنی در پرایویت لیبل 90% سیلر که است او چی میکنه؟ او FBA میکنه. در پرایویت لیبل منی سیلر که است، یعنی 90% سیلر که است او FBA میکنه. زیادتر وقت در هولسیل، در دراپ شیپینگ مردم چی میکنه؟ او FBM میکنه. خب 5 common Amazon selling models. 5 common مدل امازون بزنس مدل که از چند دانه است، یعنی 5 common امازون بزنس مدل داره که در او اول است امازون پرایوت لیبل. یعنی وقتی که ما شما با امازون بزنس میکنیم، 5 بزنس مدل ما شما داریم که در او در اولین قطار از میای امازون پرایوت لیبل، یعنی در اولین قطار از امازون پرایوت لیبل میای. دوم میای امازون هولسیل که باز ما و شما تشریح میکنم که امازون هولسیل چی است، امازون پرایوت لیبل چی است. ببینید در امازون پرایوت لیبل ما و شما به نام خود یک برند جور میکنیم، به نام خود لوگو جور میکنیم و بعد از این چی است؟ امازون هولسیل است. در امازون هولسیل ما و شما چی میکنیم؟ یعنی پروداکت های برند های دیگه ما و شما میپروشیم که آلردی یک برند جور باشه، باز ما و شما او را میپروشیم. و بعد از چی میاد؟ آنلاین آربیتراژ میاد.
آنلاین آربیتراژ ما و شما چی میکنیم؟ بای لو آنلاین اند سل هایر. ما و شما جنس از ریتیلر خریداری میکنیم، از پرچون پروش خریداری میکنیم، آنلاین خریداری میکنیم. صحیح شده؟ و بعد از این او با کوانتیتی کم، مقدار کم ما و شما میگیریم، به خاطر که ما و شما از پرچون پروش میگیریم و اینجا در هولسیل ما و شما از عمده پروش میگیریم و در پرایوت لیبل ما و شما به نام خود جور میکنیم، یعنی ضرورت به کسی نداریم. بعد چی است؟ ریتیل آربیتراژ است. در ریتیل آربیتراژ ما و شما چی میکنیم؟ جنس خود از عمده پروشایی که فیزیکی باشه از او جنس خریداری میکنیم و با تعداد کم ما و شما خریداری میکنیم و پس به آمازون میپروشیم. یعنی در موتر خود ما میرم از یک فیزیکی دکان باشه، پرچون فروش باشه، یا سوپرمارکت باشه یا ریتیلر باشه، مثل که والمارت شده، ایبی شده، سنس کلاب شده، تارگت شده، 888lot.com شده. این رقم بازارها در امریکا ریتیلر هست که ما شما فیزیکال میریم اونجا جنس خریداری میکنیم و بعضی را به آمازون میپروشیم. و بعد از چی هست؟ دراپ شیپینگ است که دراپ شیپینگ امروز زیاد ریسک داره. امروز اگر ما شما دراپ شیپینگ میکنیم ریسک خیلی زیاد داره، باید ما شما در شروع در دراپ شیپینگ نمیریم. تارگت ما شما چی است؟ آمازون پرایوت لیبل است. خوب دوستا، all میایم private label putting a logo on a product. ببینید پرایوت لیبل صرف این نیست که شما یک لوگو با پروداکت میزنید. یعنی زیادتر مردم فکر میکنه که آمازون پرایوت لیبل صرف بس این است که ما ایدیای کسی کپی کنم و باز به اون لوگو میزنم و لوگوی خود میزنم، بس این پرایوت لیبل شده. اصلا پرایوت لیبل این رقم نیست و امروز پرایوت لیبل سال 2026 این کامپلیتلی اپدیت شده که ما و شما با دیتیل به کار میکنیم. خب اول چی است؟ ببینید دیماند است. یعنی وقتی که ما و شما پرایوت لیبل کار میکنیم اول باید ما و شما دیماند یک پروداکت چک کنیم که تقاضای مردم چقدر است، تقاضای مشتری چقدر است در این مارکت. و بعد از این ما و شما چی میکنیم؟ کمپیتیشن چک میکنیم که مردم یعنی در او کمپیتیترهای ما رقابت کم باشه و تقاضا زیاد باشه. بعد از چی است؟ کستمر پرابلم. ما و شما مشکلات مشتری در نظر میگیرم که کستمر چی مشکل داره. ببینید ما اینجا به شما نشان میتم، اینجا ما میایم یک پروداکت است، ما این پروداکت باز میکنم. فور اگزامپل یک پروداکت است، ببینید ما این پروداکت باز کردم. اول ما میبینم اینجا وقتی که این پروداکت مردم میپروشه کستمر پرابلم داری چی است، یعنی کستمر چی مشکلات داره. ببینید اگر ما اینجا کلیک کنم، اینجا ما بیایم اگر ما اینجا بیایم ببینید مشکلات مشتری ما در نظر اینجا میگیرم که اینجا مشتری چی مشکل داره. سی مور ریویوز. ما اینجا ببینید در پرایوت لیبل ما شما چی رقم انتخاب میکنیم، all star critical. حالا ببینید ما اینجا میایم مشکلات مشتری در نظر میگیرم که مشتری چی مشکلات داره. ببینید اینجا مشتری میگه که read the reviews they were a good I bought okay review in the United States okay I bought and it was very disappointing pan was cheap and had a lot of things we didn't need. حالا یک مشکلی کستمر است. صحیح شده؟ پرابلم کستمر است. ما چی رقم میتونم که ما را حل کنم؟ would have considered a better rating except silicone bumps. یعنی ما و شما اینجا باید بعد از دیماند ما و شما باید کستمر پرابلم در نظر بگیریم و بعد از چی میشه؟ نمبر سوم ما و شما باید بیتر آفر میتیم با کستمر. بیتر آفر با چی مانا؟ یعنی ما چی رقم ویلیو میتونم که اید کنم که مشکلی مشتری حل کنه. فور اگزامپل ببینید یک پروداکت هست. صحیح شده؟ ما در این پروداکت چی میتونم کدام کار کرده میتونم که مشکلی مشتری حل کنه، نه ای که ما چیزا اضافه اید کنم. ببینید اینجا چقدر زیاد چیزا اضافه اید است ولی به این معنی نیست که مشکلی مشتری حل میکنه. ما باید اینجا یک آفر میتم که پرابلمی کستمر سالف کنه. این مهم است، نه ای که شما زیاد چیزا اید میکنی. حالا شما میگی که اینجا اگر ما یک پر اگزامپل چکش اضافه کنم شاید او یک خوب رزالت میده ولی اصلا این رقم نیست. از ما و شما اینجا میبینیم که مشکل مشتری چی است که ما باید او مشکلی مشتری حل کنم، بیتر ویلیو اید کنم.
و بعد از چی میشوه یور برند ما و شما جور میشوه، پیکیجینگ ما و شما میشوه، لوگوی ما و شما میزنه، مکمل ایمیجز این چیزا باز جور میشوه. این اصلا این پرایوت لیبل است. صحیح شده؟ این پرایوت لیبل است که ما و شما این 4 کار کنیم: دیماند، کستمر پرابلم، بیتر آفر اند بعد از یور برند. این پرایوت لیبل است. صرف لوگو نیست که ما و شما زیادتر وقت فکر میکنیم که بس صرف ایدیا یک نفر کپی کنم و بعد از از چاینا سورس کنم و بعد از بس لوگوی خود میزنم. این پرایوت لیبل است. اصلا پرایوت لیبل این رقم نیست. خب ما زیاد چیزا به دیتیل با پرایوت لیبل آل ما میزنیم. ا سیمپل اگزامپل ببینید، یک اگزامپل ما به شما دادم. فور اگزامپل 20 نفر کمپیتیت پروداکت است. ما یک پروداکت میفروشم که او 20 نفر دیگه میفروشه. کاستمر کیپ کمپلینینگ. اونجا مشتری چی کمپلین داره؟ چی شکایت داره؟ تو سمال، مشتری میگه که جنس شما تو سمال است، یعنی زیاد سمال است و بعد از هارد تو کلین است، یعنی در پاک کردن او سخت است. متریال از مواد از ضعیف است و بعد از بد پیکیجینگ از خراب است. خب این مشکل ما درک کردم. ما را پیش از اینکه ما این پروداکت خود لانچ کنم، کستمر این مشکل داره. صحیح شده؟ Can we solve this problem better؟ آیا ما و شما میتونیم که این مشکلی که کستمر داره صحیح حل کنیم؟ اینجا بالا که ما و شما ذکر کردیم. اگر ما و شما توانستیم که این مشکل حل کنیم، صحیح شده؟ کمپلین اول چی میشه؟ ما و شما کمپلین میبینیم، بعد از اون کمپلین ایمپروو میکنیم. صحیح شده؟ ایمپروومنت ما میآوریم در و بعد از چی میکنیم؟ برند خود جور میکنیم. برند خود که جور کردم یعنی به این معنی که لوگوی خود میزنم، پیکیجینگ خود میکنم، دیزاین خود میکنم. بعد از چی میشه؟ لیستینگ جور میکنم. لیستینگ به این معنی که من به آمازون ایرا لیست میکنم، صحیح فوتو جور میکنم، صحیح ای پلاس کانتنت، برند استوری، استور پرانت مکمل صحیح جور میکنم. صحیح شده؟ ببینید لیستینگ رقم نیست چیزی که ما شما در هول سیل در نظر میگیریم. این رقم نیست. ببینید آلی نفر لیستینگ کرده. چی رقم لیستینگ کرده ای؟ پایین ببینید که ای پلاس کانتنت از صحیح شده؟ ای پلاس کانتنت صحیح نداره. آلی به این معنی نیست که این سیلر ای پلاس کانتنت نداره، ما باید ای پلاس کانتنت جور نکنم. اگر ما اینجا میایم ببینید برند استوری از چک میکنم یا استور پرنت از چک میکنم، ما از این چیزا ما چیزی یاد میگیرم که ببینید این استور پرنت چی رقم جور کرده، دیزاینی پروداکت خود چی رقم جور کرده، ایمیجز از چی رقم جور کرده. ببینید استور پرنت است. آل ما را میبینم که استور پرنت خود چی رقم دیزاین کرده. این لیستینگ است. صحیح شده؟ لیستینگ صرف این نیست که ما پروداکت خود لیست کنم. در لیستینگ ما و شما فوتو میآید، داری پرایمری ایمیجز میآید، داری سکندری ایمیجز میآید، داری لایف استایل ایمیجز میآید، داری برند استور پرنت میآید که استور پرنت است، داری ای پلاس کانتنت میآید که او ما به شما نشان میدم. و بعد از ما شما چی میکنیم؟ لانچ میکنیم پروداکت خود. یعنی یک اگزامپل است که اول ما شما کمپلین، بعد از ایمپروومنت، بعد از برند جور میکنیم، بعد از لیستینگ میکنیم و لانچ میکنیم. خب پرایوت لیبل چی است؟ ببینید پرایوت لیبل با بیزنس های دیگه چی فرق داره؟ پرایوت لیبل gives more control. پرایوت لیبل به شما کنترل به دست شما زیاد میده، یعنی هر چیز در تسلط خود شما میباشه. your brand یعنی برند خود شما میباشه. هر چقدر که شما کار میکنی، هر چقدر که شما زیاد زحمت میکشی، هر چقدر که شما زیاد وقت میدی، هر چقدر که شما زیاد پیسه سر از اینوست میکنی، به برند خود میکنی، یعنی برای خود میکنی. و در هول سیل، در آربیتراژ، در بیزنس مدل های دیگه این رقم نیست. شما اگر پیسه مصرف میکنی، شما برای کسی دیگه میکنی. شما اگر جنس میپروشی، شما کار برای کسی دیگه میکنی. شما اگر ایمپروومنت میآوری، برای کسی دیگه میآوری. و در پرایوت لیبل رقم نیست. در پرایوت لیبل شما هر چقدر زحمت که میکشی، هر چقدر کار که میکنی، برای خود میکنی، یعنی برای برند خود میکنی که یک better point چی است؟ پرایوت لیبل است. و بعد از یور پروداکت خود شما میباشه، یعنی اینجا پروداکت خود شما میباشه. پروداکت هیچ کس شما شریک نیست. هر چقدر که شما پروداکت خود کار میکنی، پروداکت خود شماست. یور لیستینگ خود شما میباشه، یعنی هیچ کس با شما کار نداره، غرض نداره که شما لیستینگ غلط کردی، صحیح کردی، خودتان است. یور پوزیشن یعنی پوزیشن در به این معنی که در تسلط خودتان میباشه. هر چیز که شما میکنی کسی به شما
حق نداره که بگه که شما این کار چرا اینطور کردی. و your improvement، هر چیزی که بهتری improvement شما میاری در پرودکت خود برای خود شما میکنی. و long term growth potential، یعنی برای زیاد وقت شما میتونید که گروت کنید، شما پتانسیل بگیرید در پرایوت لیبل. و در بیزنس مدل های دیگه ای رقم نیست. در بیزنس مدل های دیگه ای رقم است که یعنی فرض کنید که شما گورنمنت جاب داری، شما به یک کمپانی وظیفه میکنید، در یک کمپانی وظیفه میکنید. و پرایوت لیبل رقم است که شما برای خود بیزنس میکنید، یعنی برای خود شما دفتر داری، هیچ کس کمپانی به نام خود داری، شما هیچ کس شما شریک نداری. و بیزنس مدل هایی که مثل هولسل و چی آربیتراژ و این چیزا، این رقم است مثل که شما با کسی به سلری کار میکنی، یعنی لانگ ترم پتانسیل به شما نمیده. و بعد از ما میگم که به شما if I give you 10,000 tonight، اگر ما امشب به شما $10,000 میدم، do you know which Amazon product deserve that money؟ اگر ما امشب به شما $10,000 آفر میتم که ما به شما $10,000 میتم، آیا شما میفهمید که کدام یک پرودکت ازی مناسب است که ما به $10,000 و جنس خریداری کنم و به آمازون ویرهاوس ما روان کنم؟ Finding a product is easy. Finding the right product is difficult. ببینید مهم اینه زیادتر مردم چی فکر میکنه، میگه اگر پیسه باشه بس شما بیزنس کرده میتونی، اگر پیسه نباشه شما نمیتونی. ولی این رقم نیست. اگر شما نالج داری، شما سکیل داری، ایون از $0 شما میتونی که یک نفری که $50,000 داره، $1,00,000 داره، شما میتونی که خوب بیزنس شما ران کنی. یعنی ما فعلا با شما یک اگزامپل دارم، اگر ما امشب با شما $10,000 میتم، شما چی فکر میکنی که کدام پرودکت مناسب است که ما $10,000 شما اینوست کنید؟ شما نمیتونی که به ما بگی. ولی وقتی که شما نالج داری، شما اکسپریانس داری، دایرکتلی شما میتونید که به $10,000 ما کدام پرودکت میتونید که بگیرم. ولی امشب اگر شما برای ما بگی که ما به شما $2,00,000 میتم، آیا شما کدام پرودکت برای ما ریکامند میکنی که ما این را خریداری کنم؟ کدام پرودکت دیزرو از ما به شما میگیم که ببینید در 20 دقیقه ما به شما میگیم که شما به این پرودکت اینوست کنید، به این پرودکت اینوست کنید و مکمل به دیتیل به شما میگیم که چرا، دلیل از به شما میگیم که چرا شما در این پرودکت اینوست کنید. این مهم است. مهم نیست که شما بگید که ما زیاد پیسه اینوست کنم، ما زیاد پیسه مصرف کنم، ما میتونم که صحیح رایت چیز خریداری کنم. ببینید اگر شما یک سلر اکسپرت هم هستی، این چیزا برای شما زیاد ضروری است. این باید شما یاد بگیرید. کنفیوژنش خود باید شما بخی مکمل باید کلیر کنید. Why do Amazon seller fail؟ ببینید بخی زیاد ضروری است. من اینجا زیاد زبردست چیزا به شما شریک میکنم. چرا زیادتر امازون سلرها پیل میشه؟ دلیل از چی است؟ علت از چی است که زیادتر امازون سلرها او پیل میشه و او ناکام میشه و نمیتونه که او موفق شه؟ بیگینر اسک، ببینید یک اگزامپل ما دادم. بیگینر اسک what product should I launch؟ بیگینر چی فکر میکنه که ما کدام پرودکت ما لانچ کنیم؟ صحیح شده؟ او در فکر از این میباشه که what product should I، ما کدام پرودکت ما لانچ کنیم؟ اکسپرت چی کار میکنه؟ what evidence proves I should launch it؟ او میگه که کدام شواهد اینجا وجود است، وجود داره که ما این پرودکت لانچ کنم. صحیح شده؟ یعنی وقتی که یک اکسپرت یک پرودکت لانچ میکنه، او میگه که در اینجا شواهد چی است، چی چیزا اینجا بعد او بر ما میگه که آیا ما باید این پرودکت لانچ کنم. و کسی که بیگنر باشه او صرف به دری فکر میباشه که ما باید کدام پرودکت لانچ کنم و اکسپرت پشت پرودکت نمیگیره. او وقتی که پرودکت انتخاب میکنه مکمل به دیتیل او فاینل میکنه، میبینه بعد از این پرودکت خود لانچ میکنه. بیگنر چه اشتباهات میکنه؟ ببینید این ما امروز به شما میگم که هر وقت همیشه یک بیگنر که میباشه او چی اشتباهات میکنه. اول او چی کار میکنه که بیگنر ایموشنال پرودکت چوایس میکنه. ایموشنال پرودکت چوایس به این معنی که او احساساتی میشه که زد ما یک پرودکت لانچ کنم.
او زیاد تلوار میکنه، در لانچ کردن پروداکت زیاد تلوار میکنه. هیچ وقت باید شما ایموشنال نشوید در لانچ کردن پروداکت. و بعد از این چی کار میکنه؟ این چیزایی است که بیگنر این مشکلات زیاد میکنه. کاپینگ کمپیتیتر. در امازون پرایوت لیبل بیگنر چی کار میکنه؟ همیشه از کمپیتیترهای خود کاپی میکنه. هر چیز که کمپیتیتر ازی، رقیب ازی لانچ کرده، یمی سیم جنس میگیره، صرف لوگوی خود میزنه، باز در امازون روان میکنه، این فکر میکنه که ما صحیح یک پروداکت لانچ کردیم. و این 100% چی است؟ غلط است. بعد از این چی میکنه؟ ایگنورینگ ریویوز. هیچ ریویو در نظر نمیگیره. در یک پروداکت 1000 کمپیتیتر از می باشه، مکمل ریویو ایگنور میکنه که به هلپ ریویو ما شما میتونیم که یک پروداکت مناسب، یک پروداکت که بالکل 100% صحیح مناسب پروداکت باشه ما شما لانچ میکنیم. و بیگنر همیشه این اشتباه میکنه که ریویو در نظر نمیگیره، همیشه اون را ایگنور میکنه، به خاطری که میگه که در این وقت میگیره، این وقت زیاد میخواد. و بعد از چی است؟ ایگنورینگ لیگل آی پی ریسک. آی پی ریسک هیچ در پرایوت لیبل در نظر نمیگیره. هیچ بس تلوار میکنه که ما باز پروداکت لانچ کنم و این است که آی پی ریسک امروز اینقدر زیاد شده. آل آی پی ریسک چی است؟ در امازون هولسیل آی پی ریسک چی است؟ ببینید، وقتی که ما و شما اینوایس یک سپلایر نداریم، وقتی که ما از اتورایز دیستریبیوتور جنس خریداری نکنیم، وقتی که ما می پالیسی برند کراس کنم، این چی میشه؟ آی پی میایه با پروداکت. ولی در امازون پرایوت لیبل رقم نیست. در امازون پرایوت لیبل چی است که ما و شما پیتنت کسی دیگه کاپی میکنیم، یعنی آی پی است که ما و شما چی میکنیم؟ هیچ پیتنت در نظر نمیگیریم، پیتنت چک نمیکنیم. ببینید، ما یک اگزمپل دیروز به شما میگم، او پروداکت ما به شما نشان میدم. ما یک پروداکت مکمل چک کردم، بردم تا آخر، سورسینگ از زیر خلاص کردم، مکمل دیزاین، کی درایوینگ، هر چیز از زیر خلاص کردم. وقتی که ما او را با فکتری دادم که ما یوتیلیتی پیتنت از چک کردم، او پروداکت پیتنت برآمد. صحیح شده؟ پیتنت چی است؟ ببینید، پیتنت این رقم است که یک دیزاین پیتنت است، یک است یوتیلیتی پیتنت. در پرایوت لیبل همیشه به شما که مشکل میاد از طرف پیتنت به شما میاد که شما یا یوتیلیتی پیتنت به چی معنی؟ یوتیلیتی پیتنت به این معنی که اینترنال پارتس یک پروداکت. فرض کنید آیفون 17 است یا آیفون موبایل است، یک سامسونگ است. حالا چرا آیفون نمیتونه که دیزاین سامسونگ کاپی کنه؟ چرا سامسونگ نمیتونه که دیزاین آیفون کاپی کنه؟ به خاطری که او پیتنت ثبت است. باز ببینید دو چیز است. اگر سامسونگ میاره فور ایگزامپل اکسترنال پارتی آیفون کاپی میکنه، این چی شده؟ به این ما شما دیزاین پیتنت میگیم. ولی اگر سامسونگ میاره اینترنال پارت، یعنی داخلی از یک کدام پرزه کاپی کنه و در موبایل خود نصب کنه، این شد این یوتیلیتی پیتنت شده. یعنی همیشه باید شما هم یوتیلیتی پیتنت چک کنید از پروداکت، هم باید دیزاین پیتنت شما باید چک کنید که امروز ما شما به هلپ ای آی به آسانی میتونیم که چک کنیم و ایجنت هم بر ما شما چک میکنه. بعد از چی کار میکنه؟ بیگنر سیلر بید سپلایر چوایس، یعنی سپلایر صحیح انتخاب نمیکنه، غلط سپلایر انتخاب میکنه، سپلایر وریفاید نمی باشه، سپلایر از اکسپریانس نمی داشته باشه، ترید اشورنس نمی داشته باشه، یعنی از هر لحاظ گارانتی نمی باشه سپلایر. و سپلایر غلط انتخاب میکنه. هر وقت که شما سپلایر غلط انتخاب کردی، پروداکت شما هر چقدر هم بهتر باشه، شما نمیتونید که اون پروداکت خوب جور کنید. و بعد از چی هسته؟ اشتباه میکنه که ویک دیپرنتیشن میکنه. ویک دیپرنتیشن به این معنی که یعنی تغییرات که در پروداکت میآورد ضعیف، خیلی ضعیف تغییرات دیپرنتیشن میآورد در پروداکت خود. این یک اشتباه میکنه. و بعد از او چی کار میکنه؟ رانگ کاست کالکولیشن میکنه. یعنی یک پروداکت او پلن او در شروع چی میکنه؟ در شروع پروداکت هانت میکنه، بعد از سورسینگ از خلاص میکنه و کالکولیشن صحیح نمیکنه. کالکولیشن ما با شما میگم که کالکولیشن چی رقم میشه؟ غلط کالکولیشن میکنه. باز که در امازون ور هاوس میره، جنس از سیلز شروع میشه، باز در توان میره یا سری نرخ نمیتونه که جنس سیل کنه، به خاطر که کالکولیشن از غلط کرد.
و بار چی است؟ order too much stock. در شروع زیاد استاک میاره. باری اول او فکر میکنه که جنس ما بیخی 100% صحیح است. یعنی ما امروز ما به شما میگم که تقریبا دیروز یک نفر در دفتر ما آمد، او بیادر از امریکا بود، او یک جنس خریداری کرده بود در بار اول 1000 یونیت $35,000. بجای از اینکه او 100 یونیت خریداری کنه، از $1000 جنس خریداری کنه، او آمده از $35,000 خریداری کرده. فکر کرده که این جنس خوب است. صحیح شده؟ هیچ وقت بعد شما زیاد آردر باید شما در شروع باید شما استاک باید شما آردر نکنید. 100 یونیت یا 1.5 یونیت اینقدر باید شما آردر کنید یا 200 یونیت. و بعد از چی فکر میکنه که اینقدر اشتباهات میکنه، باوجود از فکر میکنه که thinking it's quick money، این فکر میکنه که بس این زود پیسه داری میاد، ولی در اصل زود پیسه در این چیزا نمیاد که شما اشتباهات میکنید. پروفشنال سلر چی کار میکنه؟ حالا ببینید وقتی که یک سلر پروفشنال باشه او کدام چیزا در نظر میگیره. ما شما میگیم که وقتی که یک پروفشنال سلر در امازون پرایوت لیبل داخل میشه او چی کار میکنه؟ پروفشنال سلر ریدیوس ریسک بیفور دی سپند مانی. یعنی پیش از اینکه پیسه مصرف کنه او اول پیش از این پردکشن مکمل چیزا ریسکی پروداکت کم میکنه. او چیزایی که ما شما پیش کار کردیم او در نظر میگیره. ببینید پروفشنال سلر چی کار میکنه. پروفشنال سلر اول میاد و ریسرچ میکنه. یعنی اولین کار پروفشنال سلر می باشه که او ریسرچ میکنه. ریسرچ به چی معنی؟ مارکت ریسرچ میکنه، کمپیتیتورها ریسرچ میکنه، پروداکت ریسرچ میکنه که در مارکت کمپیتیشن چقدر است، دیماند پروداکت چقدر است، پرایس به چه اندازه است، پرایس وار چقدر است، این مکمل در نظر میکنه. یعنی اول او خوب ریسرچ میکنه و بعد از این چی میکنه؟ ولیدیت میکنه. ولیدیت به چی معنی؟ ولیدیت به این معنی تقاضای مارکت میبینه که در این پروداکت تقاضای مارکت چقدر است. اگر ما این جنس لانچ کنم مردم میره خریداری میکنه، نمیکنه، چی رقم است تقاضای جنس. و بعد از این چی کار میکنه؟ چک کمپیتیشن. کمپیتیشن چک میکنه که در این پروداکت کمپیتیشن چقدر است. کمپیتیشن معنی رقابت زیاد است یا کم است، این چک میکنه. بعد از چی کار میکنه؟ رید کستمر. یعنی کستمر از چی چک میکنه؟ از ریویو. مکمل مشکلات کستمر ای چک میکنه، میبینه که مشتری چی مشکلات داره، کستمر چی مشکلات داره، او مکمل به طور صحیح سرچ میکنه. و بعد از چی کار میکنه؟ چک ریسک. ریسک به چی معنی؟ پیتنت چک میکنه، کاپی رایت چک میکنه که جنس از کاپی رایت نباشه، این پیتنت نباشه، دیزاین پیتنت نباشه، یوتیلیتی پیتنت نباشه، این چک میکنه. هر وقت که پیتنت ریسک آی پی خود چک کرد یا ریسک خود چک کرد، بعد از این کالکولیت پراپیت خود کالکولیت میکنه که آیا در این جنس پیش از اینکه ما لانچ کنم این جنس به ما چند دلار پیدا میده، چند دلار توان میده. پراپیت صحیح خوب کالکولیت میکنه. وقتی که پراپیت کالکولیشن خوب کرد، بعد از چی میکنه؟ ایمپروو پروداکتس. در پروداکت خود ایمپروومنت میآوره. ایمپروومنت به این معنی یعنی بیتر ویلیو اد میکنه. یک چیزی که زیاد ضرورت باشه، مشکلی کاستمر حل میتونه که او حل کنه، او چیز در پروداکت خود اد میکنه. و بعد از اینکه ایمپروومنت میآوره، چی میکنه؟ وریفای سپلایر پیدا میکنه. وریفای تراستد سپلایر پیدا میکنه که از این باز جنس خود چی میکنه؟ سورس میکنه. بعد از چی میکنه؟ وقتی که تراستد سپلایر رو پیدا کرد، وریفاید سپلایر پیدا کرد، جنس خود تست میکنه. تست به چی معنی؟ تست به این معنی که او سیمپل آردر میکنه یا در خانه خود میخواه یا در یک جای دیگه یا در چاینا، هر جایی که میباشه او سیمپل آردر میکنه. او سیمپل صحیح چک میکنه. اگر او کوالیتی از صحیح بود، متریال از خوب بود، از هر لحاظ پروداکت اکسلنت برآمد، بعد از چی میکنه؟ بعد از پروداکت خود لانچ میکنه. بعد از چی کار میکنه؟ پروداکت خود لانچ میکنه. یعنی این کار یک
پروفشنال سیلر است. پروفشنال سیلر همیشه رقم پیش میره. بعد از چی است؟ ببینید در امروز ما مکمل انشالله بعد از اینکه شما مثلا پرایوت لیبل میکنی، هر کس اگر شما سیلر سابقه هستیم شما میگی که واقعا چی چیزایی که ضرورت بود ما خو کار نکردیم، و اگر شما در آینده آمازون پرایوت لیبل جور میشوی شما این چیزا در نظر میگیری، هیچ از ذهن شما ما برتن میگم انشالله از ذهن شما نمیره. ما این رقم به شما گارد میکنه. امازون پرایوت لیبل هاز چنجد. ببینید یک چیز باید شما قبول کنید که امازون پرایوت لیبل امروز چنج شده. مردمی که به شما امازون پرایوت لیبل سال 2025 تدریس میکنه به یوتیوب چینل ها به شما میگه که بیا ما به شما پری کورس میتم، امریکا به شما میگه که بیا در پری کورس ما جوین شوید. یک چیز ما به شما میگم باور کنید، ما در سال 2026 که امازون پرایوت لیبل یعنی ای آی اینتگریت شده چنج شده، ما $15,000 ما پی کردم. $15,000 ما پی کردم با یک نفر که او صرف در یک ماه برای ما یعنی 4 ساعت وقت داده. در یک ماه 4 ساعت وقت داده و در ماه دوم برای من نمیفهم 5 ساعت یا اوم در هفته 2-3 روز وقت داده. ما $15,000 پی کردم. ما گفتم که ببینید چیزی که ولی ما الحمدلله در ایجنسی خود ما زیاد کلاینت دارم، زیاد اضافه از 20 کلاینت ما دارم که ما اکانت های زیر منیج میکنم، مکمل کارهای زیر پیش میبرم. مور دن 20 نفر تیم ممبر ما است که در امازون پرایوت لیبل در امازون هولسیل است. کسایی که فیزیکی است فیزیکی میه او خو حتما ولیده که ما یعنی و چیزی که امروز مردم به شما میگه پرایوت لیبل سال 2025 تدریس میکنه او هیچ به درد شما نمیخورم. پرایوت لیبل از کامپلیتلی چنج. اولد پرایوت لیبل چه رقم بود؟ ببینید چه رقم تغییر شده. پرایوت لیبل امروز اینقدر آسان شده اگر شما زبان ای آی میفهمی باور کنید شما کسایی که 5 نفر کار میکنه شما تنها کار میکنی و کاری که شما در یک سال میکنی شما امروز در یک ماه میکنی. ما برای شما در شروع اگزامپل دادم که چه رقم در 6 ماه در 8 ماه یک اکانت ما در لیست واجد سیلرای امازون آمد که بر ما $150,000 آفر داده که شما میتونید که از امازون قرض بگیری و بعد در امازون شما را اینوست کنید و هم به یک پروداکت. خب میم اولد پرایوت لیبل چه رقم بود؟ پرایوت لیبل سال 2025 ما به شما میگن، سال 2026 نمیگن. اولد پرایوت لیبل رقم بود که ما و شما کار میکردیم که صرف ایدیا یک نفر کاپی میکردیم. ایدیا به چی معنی؟ ما میایم اینجا فور ایگزامپل در امازون ما میخوایم که ما امازون پرایوت لیبل کنیم. در امازون پرایوت لیبل ما میخواستم که یک پروداکت ما لانچ کنم، میگین که والا این بیادر خوب ببینید این نفر خوب قدر خوب سیل داره، ببینید تقریبا این 1000 پلاس سیل داره و چقدر خوب پروداکت خود لانچ کرده، بیا ما می کار میکنم ما می رقم میشم. صحیح شده؟ ما هم اگر بیخی نباشه کم نیمایی از خو میشه اگر قدر زیاد نباشه. صحیح شده؟ فور ایگزامپل ما این سیلر میبینم که ببینید این سیلر خو ترتیک یعنی 30,000 ماهانه سیل داره. ما اگر هیچ نباشه یک قدر ما میتونم ایدیا از این سیلر کاپی میکنم و بعد از اینکه ما ایدیا از سیلر کاپی کردم چی میکنم؟ مستقیما میرم با علی بابا. با علی بابا میرفتم. در علی بابا ما سپلایر زیر پیدا میکردم. اوکی سپلایر زیر پیدا کردم، با سپلایر زیر میدادم که ببینید ما با این پروداکت ما لوگوی خود میزنم، پیکیجینگ خود میکردم، خلاص دیگه. و بعد از چی میکردم؟ مکمل لیستینگ جور میکردم. با امازون لیستینگ از میکردم که بیا ببینید ما لیستینگ میکنم و بعد از اینکه لیستینگ میکردم ادورتایزمنت پی پی سی ما شروع میکردم که ببینید اینه بس شروع شد پی پی سی و بعد از این ما شما چی کار میکردم؟ در اخیر هوب زیاد داشته باشیم. هوب به این معنی که یعنی ما شما توقع از زیاد می داشته باشیم که ببینید ما خو این کار کردم، حالا توقع ما این است که ما باید در ماهانه باید 1000 جنس باید از ما پروخته شود، بیخی نشه 1000 باید پروخته شود. این رقم ببینید این رقم امازون پرایوت لیبل امروز نیست، سال 2026 است. امازون پرایوت لیبل سال 2026 چه رقم است؟ ببینید شما در سال 2026 پروفشنال پرایوت لیبل است، سابقه نیست که امروز که شما میکنید. اول باید پیش شما دیتا باید باشه. دیتا به چی معنی؟ شما باید مکمل پی او که در امازون پروداکت اپورتونیتی اکسپلورر میگه، شما باید مکمل ریسرچ کنید، مارکت ریسرچ کنید، کستمر باید شما سرچ کنید، مکمل باید
این باید شما صحیح دیتا به شما داشته باشید. بعد از این چی است؟ کاستمر پرابلم باید شما در نظر بگیرید که امروز ما و شما ببینید دیتا که امروز ما و شما جمع میکردم در سابقه چه رقم بود. ما و شما که دیتا میگرفتم میفهمید 2 ماه 3 ماه وقت از ما و شما میگرفته، کم از کم 2 ماه الی 3 ماه که ما و شما پروداکت ریسرچ میکردیم، مارکت دیماند چک میکردیم، پروداکت ولیدیشن میکردیم، ما و شما کمپیتیشن چک میکردیم، 2 ماه 3 ماه وقت میگرفت. امروز به هلپ ای آی شما میفهمی این کم از کم 2 3 ساعت وقت میگیره، ولی رایت کار کردن است که شما میکنید. بعد از چی است؟ کاستمر پرابلم است. کاستمر پرابلم که پیش ما و شما پیدا میکردیم، میبینید چه رقم کار ما شما میکردیم. مجبور بودیم که ما و شما اینجا هر یک سلر چقدر ریویو داره، هر یک سلر ببینید سلر 5000 ریویو داره. من مجبور بودم که ما 5000 ریویو یک سلر ما چک کنم و بعد از این ما میمدم که کاستمر پرابلم از پیدا میکردم. امروز چه رقم است؟ امروز ما و شما به هلپ ای آی در 1 ساعت میتونیم که هر چقدر کامپیوتر ما که است، ببینید 1000 کامپیوتر ما است، ما میتونم امروز که به هلپ ای آی در 1 ساعت مکمل پرابلم کاستمر ما پیدا کنم، ما را حل کنم. کاستمر چی مشکل داره و در سابق چه رقم بود که ما باید هر یک جدا 1700 تقریبا 1700 ریویو داره ما باید چک کردم. یه 7000 داره در سابق پرایوت لیبل رقم بود که بیخی زیاد وقت میگرفت از ما و شما. و امروز ما و شما به هلپ ای آی ایرا در 1 ساعت ما و شما میتونیم که مشکل حل کنیم. کمپیتیشن امروز ما و شما چک میکنیم، میبینیم که کمپیتیشن چقدر است، یم به هلپ ای آی ما و شما میکنیم و ای آی انالایزیز است، یعنی مکمل انالایزیشن ما و شما به چی میکنیم؟ با هلپ، با کمک ای آی ما و شما میکنیم. و بعد از چی میکنیم؟ ریسک چک میکنیم. ریسک پیش ما و شما چی کار میکردیم؟ ریسک پروداکت که چک میکردم، یک ایجنت هایر میکردیم که او در اس پی تی او کار میکرد، بعد از این به او وظیفه میدادن که ما این ریسک برای ما چک و امروز ای آی ایجنت است، ای آی است که مکمل برای ما و شما میگه که در این پروداکت ریسک پترن چقدر است، ریسک پترن زیاد است، ریسک پترن کم است، شما میتونید که پروداکت لانچ کنید یا شما نمیتونید که پروداکت لانچ کنید. و دیپرنتیشن است. ما و شما امروز در نیو پرایوت لیبل ما و شما خوب تغییرات در پروداکت خود میآورم. کمپیوتر ما چی جور کرده؟ ما چی رقم میتونیم که او پروداکت دیفرنت جور کنم. این کلاس دیمو است. اگر ما به شما نشان میدادم پروژکت خود ما که ما چی رقم دیپرنتیشن آوردم در یک پروداکت، چی رقم کامپلیتلی یک پروداکت ما در امازون پرایوت لیبل ما جور کردم. خب بعد از چی میسته؟ پروفیتابیلیتی است، پروفیت ابیلیتی است که پروفیت داره نداره، فایده داره نداره، این چیز ما شما چک میکنیم. و بعد از ما شما چی کار میکنیم؟ سپلایر ولیدیشن. سپلایر ولیدیشن امروز با ما شما ای آی میکنه، یعنی چه رقم ما میتونیم که یک صحیح سپلایر ما پیدا کنم، صحیح وریفاید تراستد سپلایر پیدا کنم. یم به هلپ ای آی ما شما میتونیم که امروز کنیم که هر پروداکتی که میباشه مطابق ازی برای ما شما صحیح وریفاید سپلایر پیدا میکنه که از هر لحاظ و تراستد باشه. و بعد از چی میشوه؟ برند ما شما جور میشوه که با اون لوگوی ما شما میزنه، پیکیجینگ میشوه، دیزاین میشوه، است. بعد از لیستینگ میشوه، بعد از لیستینگ پروداکت ما شما لانچ میشوه، بعد از لانچ میشوه اپتیمایزیشن میشوه. یعنی پرایوت لیبلی سال 2026 است. حالا شما فهمیدی که پرایوت لیبلی، اولد پرایوت لیبل و نیو پرایوت لیبل چقدر فرق داره. لایف پروداکت ریسرچ. خب حال وقت کم است، اگر ما برتان پروداکت A پروداکت B نشان میدادم که یعنی در پرایوت لیبل سابقه پروداکت ریسرچ چه رقم بود و در پرایوت لیبل امروز چه رقم است. خب حال وقت نیست، وقت زیاد میگیره که ما برتان کار میکردم. خب بدبختانه که وقت نیست، ما شما وقت نداریم که ما برای شما کمپیر میکردیم که ببینید در اولد پرایوت لیبل که ما شما پروداکت پیدا میکردیم چه رقم بود A پروداکت B. امروز که ما شما لایو پروداکت ریسرچ میکنیم با هلپ ای آی ما شما چه رقم میتونیم که را پیدا کنیم. در ریسرچ پروسس چه رقم است؟ وقتی که ما شما یک پروداکت ریسرچ میکنیم، اول ما شما باید یک سرچ د ایدیا. پیش از اینکه ما شما پروداکت سرچ کنیم باید ما شما ایدیا سرچ کنیم. ایدیا باید پیش ما شما می باشه. بعد از چی میشوه؟ چک دیماند از ما شما چک میکنیم که دیماند از چقدر است. بعد از اینکه دیماند چک شده
چک کامپیتیتر است که کامپیتیتر ما و شما چک میکنیم. کامپیتیتر که چک شده بعد از این ما زود پیش میرم به خاطر از اینکه وقت کم است. در اخیر ما به شما وقت میتم که سوالات شما می باشه، به این خاطر وقت کم است. اگر نه ما بسیار زیاد به دیتیل پیش میرفتم. چک کامپیتیتر که چک شده بعد از این ما شما پرایس رنج چک میکنیم که پرایس چی رقم است، پرایس مناسب است یا نیست. پرایس که چک کردیم ما شما بعد از این چک استیمیتد سیلز ما شما چک میکنیم که این پروداکت چقدر سیل داره، سیلز از این کم است یا زیاد است. سلاید زیاد است، 30 سلاید ما شما داریم، به این خاطر ما کم به تیزی پیش میرم. و بعد از ما شما ریویو میکنیم، یعنی ریویو مکمل میبینیم که ریویو چی رقم است، کستمر چی مشکل داره. بعد از این نمبر 7 ما شما چی میکنیم، پایند کمپلین. یعنی همیشه باید شما یک کار کنید، همیشه باید شما وقتی که شما پروداکت ریسرچ میکنی این چیزا باید شما در نظر بگیرید. و بعد از چی میشوه what we can improve، چی چیز ما شما میتونیم که در اون ایمپروومنت ما شما میاریم. و estimated cost، یعنی sourcing price از چند است، estimated cost از چند است که ما ایرا سورس میکنم. بعد از چی میشوه نمبر 10 reject or continue، یا خب پروداکت ما شما ریجکت میشوه و یا هم چی میشوه کنتینیو میشوه، یعنی یا جریان دوام میتیم که ما این پروداکت فردر چک میکنم. این یعنی در شروع اولین کار ما شما است. خب این ما اسکیپ میکنم به خاطر که ما شما پروداکت چک نکردیم که اگر ما برای شما پروداکت مکمل چک میکردیم که ببینید در این پروداکت ما شما چرا نمیذاریم، در این پروداکت چرا ما شما میتونیم. خب پلن وقت نیست به خاطر ببینید $50,000 ان سل به این معنی نیست که شما $50,000 پروفیت جور کنید. ما به شما اکاونت نشان دادم شروع که $95,000 ما تقریبا در چند ماه سیل جور کرده بودم. علی به این معنی نیست که $95,000 مکمل ریونیو است یا ما $50,000 سیل جور کردم. این به این معنی نیست که $50,000 مکمل پروفیت است. هر وقت باید شما چه رقم فرمولا اپلای کنید. فرمولای شما باید چی باشه؟ اول توتال ریونیو، فرض کنید شما $50,000 ریونیو جور کردید، یعنی سیل جور کردید، صحیح شده؟ اور سیل شما در ریونیو میاد. این ببینید این گرین که به شما نشان میده این ریونیو شما شده. ازی باید شما مکمل پیسیز امازون باید شما منفی کنید. پیسیز امازون شما که منفی شده بعد از شما چی کار میکنی؟ شما پروداکت کاست منفی میکنی، یعنی جنس شما چند خریداری کردی شما او را باید منفی کنی. بعد از این به این جنس شما چقدر شیپینگ کاست آمده این باید شما منفی کنید. و بعد از اینکه شیپینگ کاست شما منفی شده بعد شما باید چی کار کنید؟ ادورتایزینگ کاست باید شما کنید که کاستی ادورتایزینگ یا اعلانات چقدر آمده و بعد از این ریترن چقدر داره و هم باید منفی کنیم که این منفی شده. بعد از این نت پروفیت ما شما معلوم میشه که این پروداکت چند دلار نت پروفیت داره. الحمدلله ما یک پروداکت لانچ کردم $24 نت پروفیت داره، یعنی پلن در امازون ورهاوس رسیده که در امازون پرایوت لیبل است $24 از کل مصارف از هر چقدر نت پروفیت پروداکت داره. سو اینجا باید شما متوجه باشید که این به این معنی نیست کسی به شما سیلز نشان میده که ببینید ما $1,00,000 سیل جور کردم شما فکر میکنید که $1,00,000 مکمل پروفیت است. این چیزا از این منفی میشه. این باید شما هم هر وقت کار میکنید شما باید این منفی کنید. بعد از این پروفیت شما معلوم میشه که ما چند $1 پروفیت دارم. خب ببینید AI لایف ریدینگ کاستمر ریویوز. اول ما برتان کار میکردم که به هلپ AI ما چه رقم لایف کاستمر ریویو چک میکردم. خب پلن سلاید زیاد است، 6 سلاید است که وقت کم است. اگر ما برتان مکمل به AI به هلپ AI ما مکمل کاستمر ریویو برتان رید چک میکردم که ببینید چه رقم. در اخیر ما به شما وقت میتم سوالای شما نوت کنید، هر کسی که سوال داره در اخیر ما به شما به هر یک وقت میتم به شما. سیمپل ریویو است، باز AI انالایزیس است، تاپ پرابلم است، پروداکت ایدیا است که باز ما شما AI is your assistant. ببینید این کار ما شما مکمل با AI میکنیم. AI ببینید یک چیز باید شما باید نوت کنید که AI is your assistant, it is not the business owner. همیشه باید شما AI رئیس خود جور نکنید که AI رئیس ما است. در AI ببینید زیادتر مردم فکر میکنه که چت جی پی تی است. چت جی پی تی نیست. امروز در پرایوت لیبل که ما شما کار میکنیم و پرپلکسیتی است، گروک است، کیمای است،
در این دیپسیک است، در این کلاود است، در داخل کلاود است، کلاود پیبل، پایپ است، چند رقم است که یعنی ما و شما از 20 زیاد ای آی تولز داریم که ما و شما در امازون پرایوت لیبل او را کار میکنیم. باز کاری هر تول جدا جدا است. او این چات جی پی تی کار ما و شما نمیکنه که شما دارید فکر میباشید که والا چات جی پی تی است. خب یعنی ای آی باید شما هیچ وقت باس رئیس خود با شما جور نکنید. او همیشه اسیستنت شماست. شما باید از او یعنی همکاری بگیرید، نه که او هر چیز میگه شما او را قبول میکنید. Okay, but I live in Afghanistan. Amazon is in a global business. زیادتر شما فکر میکنید که ما خود در افغانستان هستم، ما چی رقم میتونم که ما در امازون بیزنس کنم. امازون is a global digital business. امازون که هست و یک global business هست. سر تا سر دنیا ما شما میتونیم که از زمین افغانستان کار کنیم، از هر کنج دنیا ما شما میتونیم کار کنیم. فرض کنید افغانستان این خودتان هستی، صحیح شده؟ شما کجا هستی؟ در افغانستان هستی. یو اس مارکت پلیس است. کستمر شما در کجا است؟ در امریکا است. سپلایر شما کجا است؟ در چاینا است. در امازون پرایوت لیبل ما گپ میزنم، صحیح شده؟ کستمر شما سپلایر شما در چاینا است. امازون چی میکنه؟ امازون فولفیلمنت میکنه. فولفیلمنت به این معنی یعنی کار کردن که او مکمل برای ما و شما کار ما و شما انجام میده، انجام دادن. صحیح شده؟ که او مکمل. Your customer may be in America, your supplier may be in China, your journey can start right here. شاید کستمر شما در امریکا باشه، سپلایر شما در چاینا باشه، شما میتونید که سفر خود شما از افغانستان شروع کنید. هیچ مشکل نداره. امروز دنیای دیجیتال است، دنیای آنلاین است. خب این ما برای شما گفتم که where are you today. امروز شما در کدام پوزیشن هستی؟ ما اینجا ببینید درجه دادم لیول 0 است. لیول 0 به این معنی که لیول شما صفر باشه، شما چه رقمی باشه. باز لیول 1 است، لیول 2، لیول 3، لیول 4، لیول 5، لیول 6. حالا شما خودت کمپیر کنید که ما امروز در کدام لیول هستم. خب در لیول 1 I know nothing about Amazon. ما هیچ بابرای امازون نمیفهمم که امازون چی است، چی رقم کار میشوه. شما در لیول 0 هستی، به این معنی که شما در لیول 0 هستی. لیول 1 چی رقم است؟ I understand Amazon. ما بابرای امازون میفهمم. یعنی فهمیدن به این معنی نیست که ما مکمل کمپلیت به کار میکنیم که امازون چی است. امازون یک مارکت پلیس است که این کستمر و سیلر کنکت میکنه. این خود در امریکا مین ورهاوس ازی است. جیب بیزوس سی او امازون است. یعنی به این معنی شما در لیول 1 هستی. لیول 2 I can search the opportunities. ما میتونم که در امازون برای خود یک اپورتونیتی، یک فرصت ما میتونم که سرچ کنم، پیدا کنم. شما در لیول 2 هستی. I can validate a product. اگر شما میتونید که تقاضا دیماند یک پروداکت چک کنید، شما در لیول 3 هستی. هر وقت که شما امازون شروع میکنی اول باید لیول خود به شما بفهمی که ما در کدام لیول هستم. وقتی که لیول خود به شما معلوم نباشه و شما امازون شروع میکنی، باز اینجا شما اشتباه بزرگ میکنی. لیول 4 اگر شما در لیول 4 هستی به این معنی که I can source and develop a product. ما میتونم که پروداکت خود سورس کنم و دیولپمنت تغییرات هم در پروداکت میآورم. یعنی شما در لیول 4 هستی. لیول 5 چی رقم است؟ در لیول 5 I can build a listing and launch. ما میتونم که برای خود لیستینگ هم جور کنم، پروداکت خود لانچ هم کنم. شما در لیول 5 هستی. اگر شما در لیول 6 هستی I can manage and grow the business. ما میتونم که مکمل بزنس خود هم منیج کنم و هم گرو کنم. صحیح شده؟ یعنی ما گروت پرمختگ هم میتونم که در بزنس خود میتونم و هم مکمل بزنس خود ما میتونم که منیج کنم. شما در لیول 6 هستی. حالا شما ببینید که شما فعلا در کدام لیول هستی. ولی به این معنی نیست که شما امروز در لیول 1 هستی شما نمیتونید که در لیول 0 هستی شما نمیتونید که شما در لیول 6 بیایی. هر کسی که امروز در لیول 6 است و یک روز در لیول 0 بود.
و انشالله این ما تضمین میکنم که هر کس به شما و ما مکمل امی 20 کلاس جوین میکنه و حتما در لیول 6 میایه، در لیول از لیول 6 کار خود شروع میکنه. اوکی، بعد از چی هست؟ Today you saw the map. امروز شما صرف رود مپ نشان دادیم، ما بر شما نقشه نشان دادم. Now let's see how we learn and walk it. ببینید ما یک مثال به شما میدم. ما امروز به شما نقشه نشان دادم، نقشه امازون نشان دادم، ولی این به این معنی نیست که شما یک نقشه دیدید. فور اگزامپل ما در پیس اپ پیپر یا در یک ورق یا ما در یک عکس به شما نقشه یک جای نشان میدم که ببینید نقشه شهر کابل است، ولی شما خودت حرکت نکردی، شما خود گشت نکردی، شما خود تان می نقشه پرکتیکل شما اونجا نرفتی که نقشه شما دیدی. حال کار شما چی هست؟ ببینید امازون پرایوت لیبل ماستری 2026 20 پرکتیکل کلاسز می باشه. کسایی که میخواه که او در این نقشه پرکتیکل حرکت کنه ببینه، برای از ما چی کردم که 20 دانه پرکتیکل کلاسز است که او در مکمل با اپدیت سال 2026 است، مکمل به هلپ ای آی است که 20 کلاس شما میگیرید. ما در شروع گفتم که شما در یک کلاس شما اکسپرت نمیشوی، ولی کنفیوژن شما برای امازون پرایوت لیبل خلاص میشه. اوکی، امازون پرایوت لیبل ماستری 20 کلاس، در این 20 کلاس ما و شما چی کار میکنیم؟ چی چیزا است در این 20 کلاس که وقتی که ما و شما شروع کنیم؟ امازون پروم زیرو، شما از زیرو امازون یاد میگیرید، یعنی از صفر، چیزی که ما پیش به شما نشان دادم کسایی که در لیول صفر است. صحیح شده؟ شما از صفر در شروع شما امازون یاد میگیری. اوپن and understand سیلز سنترال، شما مکمل برای امازون سیلز سنترال میفهمی، شما برای امازون میفهمی که امازون چی است. بعد از این نمبر 2 پروداکت ریسرچ هست که پروداکت ریسرچ شما میفهمی پرکتیکال، هر چیز عملی میباشه. و بعد از این پروفشنال ریسرچ تولز چی که ما و شما کار میکنیم مکمل شما ایرا میفهمی. مارکت ولیدیشن شما میفهمی، پرکتیکال عملی که مارکت چی که ما ولیدیت کنم. و بعد از این شما پروفیت اند فاینانشال ولیدیشن که ما چی رقم پروفیت چی کنم، فاینانشال ولیدیشن ما چی رقم میتونم که ما چک کنم که ما چقدر ریوینیو جور کردم، چقدر پروفیت ما جور کردم، یعنی داری کالکولیت اند پروداکت بیفور اسپندینگ. پیش از اینکه پروداکت شما لانچ شوه شما چی رقم میتونید که پروداکت خود پروفیت خود شما کالکولیت کنید. کاستمر ریویو مینینگ شما میفهمی که اگزیکت ریپیتد کمپلین چی است، یعنی کاستمر چی مشکل دار. پروداکت دیفرنتیشن چی است، کرییت ا دیفرنت پلان، چی رقم شما میتونید که یک دیفرنت پلان برای پروداکت خود شما جور کنید. و بعد از شروع میشه پروداکت فاینالایزیشن است که شما چی رقم میتونید که پروداکت خود فاینالایز کنید. فاینالایز به این معنی که ما چی رقم یک دیسیژن بگیرم که ما این پروداکت دیفرنت جور کنم از مشتری، از کاستمر خود، مکمل فاینالایزیشن است، مکمل به هلپ ای آی ما شما میکنیم. و بعد از این پیتنت اند تریدمارک اویرنس، چی رقم پیتنت ما چک کنم، تریدمارک چی رقم باید آگاه باشم که پروداکت پیتنت است، تریدمارک مشکل ایشوی تریدمارک است. اند کمپلینس اند پروداکت ریسک، ما و شما کمپلینس و ریسک پروداکت ما شما میتونیم که این پروداکت از پیش چقدر ریسک داشت. ریسک زیاد چیز است که در یک چیز ما شما میتونیم که را کور کنیم. و بعد چی میشه؟ شروع میشه نمبر 11 کلاس ما شما چی است؟ فایندینگ سپلایر است. در کلاس 11 ما شما سپلایر چی رقم پیدا میشه. و بعد از این RFQ negotiation and sample، چی رقم ما شما میتونیم که ما شما با سپلایر نگوشیشن کنیم که یعنی پرایس اگر او قیمت میته $50 ما چی رقم میتونیم که به $30 میآوریم، ما چی رقم میتونیم که به $25 میآوریم، و چی رقم ما میتونیم که سامپل آردر کنم از سپلایر. ما سامپل چی رقم میتونم که آردر کنم و سامپل چی رقم چک کنم که آیا سامپل صحیح است یا صحیح نیست. پروداکت دیولپمنت اند برندینگ است که زیاد مهم پارت است، زیادتر مردم اینجا پیل میشه که او صحیح پروداکت دیولپمنت برندینگ نمیتونه، پیکیجینگ صحیح نمیتونه، دیزاین پروداکت صحیح نمیتونه که ما چی رقم با هلپ ای آی خوب دیولپمنت در پروداکت میارم، خوب برندینگ جور کنم، این چی رقم میشه. و بعد از این امازون لیستینگ سیستم است.
زیاتر مردم چی میکنه؟ یعنی ببینید که 90% پروداکت ما شما که پیل میشه و از لیستینگ پیل میشه. صحیح ایمیجز ما شما جور نمیکنیم، صحیح ویدیوز ما شما جور نمیکنیم، صحیح ای پلاس کانتنت جور نمیکنیم، صحیح برند استوری جور نمیکنیم. ولی کاستمر در آمازون که میبینه اول لیستینگ ما شما میبینه، اول ایمیجز ما شما میبینه، اول ای پلاس کانتنت برند استوری ما شما میبینه. کی ما شما چی رقم میتونیم که صحیح درست جور کنیم، بیلد ا فول لیستینگ پلان ما شما میکنیم که چی رقم ما کامپلیت مکمل یک لیستینگ پلان جور کنم که در او هیچ جای از ما اشتباه نشه. و بعد از این شیپینگ اند ای بی ای جنس ما چی رقم شیپ میشه از امریکا از چاینا تو امریکا. بعضی کمپلیت یعنی چی رقم به نرخ کم ما میتونم، به نرخ ارزان ما میتونم که جنس خود از چاینا به امریکا ما شیپ کنم. و بعد از این لانچ ارگانیک رنکینگ یعنی چی رقم ما میتونم، ما پروداکت به شما نشان دادم که 3 ماه میشه ما هیچ پی پی سی رن نکردم، ارگانیک پروداکت خود رنگ کردم، صرف در 5 ماه ارگانیک رنگ کردم و امروز بغیر از پی پی سی ما چقدر سلز میگیرم. یعنی شما هم ما شما کار میکنیم که چی رقم ما پروداکت بغیر از پی پی سی ارگانیک رنگ کنم که هیچ نیاز به ادورتایزمنت اعلانات زیاد نباشه. و بعد از چی هست؟ ادورتایزینگ فاوندیشن هست که ما شما چی رقم میتونیم که صحیح کمپین استراکچر پی پی سی استراکچر ما شما جور کنیم با هلپ ای آی. چی رقم ما صحیح با رایت استراتژی ما پی پی سی یا اعلانات خود ما رن کنم. و بعد از این سلر سنترال منیجمنت است که مکمل کمپلیت منیجمنت امازون سلر سنترال ما شما میکنیم که این سلر سنترال امازون است. ما چی رقم میتونیم که این مکمل ما مانیج کنم، هر آپشن از چی رقم کار میکنه A to Z. برای پرایوت لیبل جدا است، برای امازون هولسل جدا است که ما شما مکمل منیجمنت امازون سلر سنترال میکنیم. و بعد از این AI سیستم سکیلینگ است که مکمل 90 دیز پلان وقتی که ما برای کلاینت کار میکنم یا ما برای خود کار میکنم ما چی رقم میتونیم که 90 دیز پلان ما جور کنم. و کمپلیت ورچوال اسیستنت یعنی ما چی رقم میتونیم که اکاونت های مردم دیگه او در امریکا باشه، در کانادا باشه، در یوکی باشه، در افغانستان باشه، در پاکستان باشه ما منیج کنم. الحمدلله ما امروز از پاکستان کلاینت دارم، از یوکی دارم، از استرالیا دارم، از امریکا دارم، از کانادا دارم، از داخل افغانستان ما دارم. شما چی رقم میتونید وقتی که شما این بیزنس صحیح یاد گرفتی که شما برای خود یعنی بیزنس خود اسکیلز خود شما چی رقم میتونید که سلز کنید تا که از این طریق کسایی که پیسه نداره و از این طریق زیاد پیسه جور کنه. No classes without practice. هیچ یک کلاس ما شما بغیر از پرکتیس نیست. هیچ یک کلاس ما شما اول چی میکنیم ما شما لرن یاد میگیریم. اول ما شما یک موضوع باشه با زور صحیح لرن میکنیم. بعد از این شما واچ میکنی مکمل دقیق چک میکنی. بعد از این که شما واچ کردی بعد از شما چی میکنی دو و کار شما خودتان میکنی. خودتان شما کار میکنی بعد از شما او را سابمیت میکنی. سابمیت به معنی یعنی اپلای میکنی. ریل شما کار میکنی. وقتی که شما این را اپلای کردی خودتان get corrected کدام جایی که شما مشکل داشتی او باید شما پس جور کنید و چیزی که شما جور کردی بعد از شما باید چی کار کنید repeated دوباره باید شما تکرار کنید. یعنی سیستم کلاسیز ما این رقم است. ریسرچ کلاسیز در ریسرچ کلاسیز ما شما چی کار میکنیم ببینید student research real products یعنی ریل پروداکت شما ریسرچ میکنید نه که شما هوایی پروداکت سرچ میکنی. در ریسرچ کلاس هر وقت کلاس ریسرچ ما شما باشه شما مکمل خودتان پروداکت چی میکنی ریسرچ میکنی و بعد از شما چی میکنی در سپلایر کلاس شما چی میکنی. یعنی یک اگزمپل ما به شما دادم. در سپلایر کلاس وقتی که کلاس سپلایر می باشه student contact supplier practically شما با ریل با سپلایر کانتاکت میگیری و با سپلایر شما کار میکنی. و بعد از چی میشه در لیستینگ کلاس در لیستینگ کلاس student create a listing plan یعنی شما خودتان لیستینگ چیزی که ما پیش گفتم خودتان لیستینگ میکنی خودتان مکمل عملا کار میکنی. در ادورتایزینگ کلاس شما چی کار میکنی student analyze campaign شما خودتان پی پی سی کمپین انالایز میکنی و by the end you don't only have notes. در آخر شما وقتی که کلاس شما خلاص شود
شما صرف نوت نمیگیری که بس یه است خلاص. You will have a practice. شما مکمل پرکتیس چی شما میکنید. پروداکت ریسرچ کمپلیت شما بخیر یاد میگیری پرکتیکل. پروداکت ولیدیشن شما بخیر کمپلیت پرکتیکل یاد میگیری. پروفیت کلکولیشن شما کمپلیت A to Z بخیر یاد میگیری پرکتیکل. دیفرنتیشن شما مکمل یاد میگیری. سپلایر RFQ شما پرکتیکل عملی بخیر یاد میگیری و سپلایر کمپریژن شما کمپلیت یاد میگیری. برندینگ دایرکشن شما یاد میگیری. لیستینگ پلان، لانچ پلان شما یاد میگیری که پلان چه رقم با کدام استراتژی ما پروداکت خود لانچ کنم و 90 دیز اکشن پلان شما یاد میگیری که در 90 روز اگر ما با کلاینت کار میکنیم، ما برای خود کار میکنم، چه رقم ما باید پلان جور کنم که در 90 روز ما باید کدام کارا کنم. We teach the process, you must execute it. We provide practical knowledge, مکمل practical knowledge می باشه از ما. System and tools مکمل می باشه. پیدبک شما و سپورت مکمل می باشه تا 1 سال. and a risk management process می باشه. اگر شما در هر بخش شما کدام ریسک راجع میشه مکمل هلپ تیم ما می باشه و ریل اگزامپل می باشه که مکمل هر یک در کلاس به شما ریل اگزامپل داده می شود. به خاطر که ما کلاینتس دارم، ما کار میکنیم و شما عملا پرکتیکل میبینید و داری ببینید کار ما چی است. ببینید ما به شما پرکتیکل نالج، سیستم اند تولز مکمل، فیدبک اند سپورت میتیم، ریسک منیجمنت میکنیم، ریل اگزامپل به شما میتیم و ما چی وعده نمیکنیم. امروز ببینید به شما میگم که وعده ما این نیست که گارانتید سیل به شما میاد یا گارانتید پروفیت به شما میاد یا اینستنت اینکم به شما میاد یا گارانتید پروداکت پروسس سکسس به شما میاد، ولی او کار شما است. کار ما این است که ما به شما رایت نالج چیزی صحیح نشان میتم، چیزی که پرکتیکل رایت باشه، چیزی که ما براتون کار کردم. و بعد از چی است در شاگردایی که در بیچ 1 یعنی شاگردایی که در شروع 10 نفر شاگرد که در اول ثبت نام میکنه برای ما امتیازات از چی است. یعنی شاگردایی که در 10 شاگردان اول ثبت نام میکنه برای ما پرسونال اکسس چی میتم. پرسونال اکسس پروداکت مکمل پروداکت ریویو میتم که او پروداکت ریویو مکمل پرسونال اکسس ما میتم و 1 to 1 استراتژی سیزن به او میتم. کسایی که در 10 شاگرد اول بیاد و بعد از چی است کامپلیت تمپلیت لایبرری مکمل لایبرری ما در دست خود میتونیم که ما برای کلاینت های خود استفاده میکنیم و امازون ای آی پرامپت لایبرری مکمل میتم که در ما مکمل آلردی جور کردم. شاگردای دیگه که باید خود جور کنه و برای شما ما چیزی که ما کار کردم در جریان 6 ماه 7 ماه او ما به در دسترسی شما میتم و بونس پرکتیکال ورکشاپ هم داده میشه. بعد از اینکه next student در چی میشه امتیاز ازی ریسرچ اند سپلایر تمپلیت داده میشه. امازون لانچ ادورتایزینگ تمپلیت مکمل پی پی سی تمپلیت ما به شما داده میتم و بعد از این کمپلیت چک لیست داده میشه به شما. ای آی پرامپت مکمل پیکیج لیست از به شما داده میشه و بونس گروپ ورکشاپ چی میشه به شما داده میشه. Amazon is not quick money, it is a real business. We want you to make mistake here in the classroom, not expensive mistake in the market. ما شما در کلاس روم در سمت اشتباه میکنیم ولی در مارکت باید ما شما اشتباه نکنیم. Today we see the map. Today was the map. Are you ready to learn how to walk the road? یعنی ببینید این بعد از این کار شما است. هر کار از ببینید وقتی که ما و شما یک جای منزل داریم، ما و شما یک جایی میریم، هم اگر ما و شما قدم نمیگیریم، اگر ما و شما استپ نمیگیریم نمیتونیم که اونجا میرسیم. اگر ما در یک منزل دوم بالا میشیم، اگر ما یک زینه قدم نمیزنیم ما نمیتونیم که بالا شیم. امروز وقت شماست که شما از اینجا شروع کنید و ببینید الحمدلله کار ما که از 100% پرکتیکال است. شما این مردم هر جایی که شما کلاس جوین میکنی، هر جایی شما که دمو کلاس میگیری، هر جایی که شما میری، اول باید شما از این پرسان کنید که شما داشبورد خود بر ما نشان بدید، سلز خود بر ما نشان بدید که شما چقدر تیم خود بر ما نشان بدید که شما چند نفر تیم دارید. بعضی مردم است صرف کورس به شما میفروشه، بعضی جای است که ببینید شما اونجا پرکتیکال منتورشپ میبینی و چیزای عملی شما یاد میگیری.
خب حالا اگر هر کس شما کدام سوال داره شما میتونید که دست خود بلند کنید، ما ون بای ون باز میگم که شما مایک خود انمیوت کنید. هر رقم کیوریز باشه شما از ما پرسان میکنی، شما برای هر چیز پرسان میکنی، شما کدام شک داری هر چیز داری شما دفینیتلی میتونید که از ما پرسان کنید و ما انشالله تا نهایی حد کوشش ما میکنم که ما سوالای شما را جواب کنم. سو میایم به نوبت شما دست خود بلند کنید، هر کس که با سوال داره باز ما ون بای ون به شما جواب میتم و کوشش کنید که سوالات خود زیاد شارت کنید و سوالات شما مربوط موضوع باشه که باز به هر کس نوبت میرسه. خب میایم ون پلس سوال شما پرسان کو. سلام علیکم استاد محترم. و علیکم سلام. استاد محترم پوښتنې لاندې کوم د نور هم پوښتنې ناوختم ده. په شروع کې موږ کوم اکاونټ استفاده کولی سو او هولسیل زموږ دپاره ښه ده که پرایویټ لیبل؟ او بل پوښتنه هم دا ده دغه وی ای څنګه موږ کولی سو چې په وی ای کې موږ کار وکړو؟ مثلا موږ دا کورس باید ټول تکمیل کړو مکمل، بیا وی ای په حیث باندې موږ بیا څنګه کولی سو د وی ای په حیث باندې موږ کار پیدا کړو؟ یا زه څنګه کولی سم چې چاته ورته ووایم مثلا زه امازون ایکسپرټ یم، ما مثلا امازون زده کړی د سم صحیح او زه غواړم د وی ای په حیث باندې کار وکړم، لکه مثال زه غواړم کلاینټ پیدا کړم، سرمایه نه لرم، څنګه یې پیدا کړم؟ دغه یوه مهمه پوښتنه ده د ما. او یو اخري پوښتنه مې دا ده، مثال بعضې خلک وایي د کے سی یا د یو ای مارکیټ صحیح ده او بعضې وایي د یو کې صحیح ده، بعضې وایي د یو اس ای صحیح ده. په دې باره کې لږ معلومات راکړئ چې کوم یو د موږ دپاره ښه ده په شروع کې. مننه، خیر اوسه. خب دا ورور پوښتنه کړې ده چې ډېره ښه پوښتنه وکړه. دا حتما په امازون کې زیات معلومات لري ځکه هر ځای هغه سوالات هغه وکړه چې هغه زیات د هر کس لپاره ضرور دي. اول دا چې دوی ویل چې موږ په کوم اکاونټ کار کولای شو. په موږ تاسو په امازون کې رسنوس کولای شي هغه ډیمو موږ تاسو په یو کار اکاونټ باندې کار وکړو. موږ تاسو کولای شو چې هغه صحیح او ریل اکاونټ موږ تاسو جوړ کړو، په هغه باندې موږ تاسو پریکټیس کولای شو، که هغه د خپل د ما د ټیمي یا تاسو کوم فرند ملګری او یا تاسو خپل ځان لپاره اکاونټ جوړ کړئ، کوم مسله نه ده. مارکیټ پلیس داسې مارکیټ پلیس کې ته په سٹارټ کې که هغه تیر تاسو سرمایه کمه یعنی پرایویټ لیبل فرق نه کوي. پرایویټ لیبل سیم د هر مارکیټ پلیس کې د هولسیل غونډه نه. پرایویټ لیبل کې ته په امازون د میډل ایست کنټری کې کوي، که ته په یو کې کوي، که ته په کینیډا کې کوي، که ته په هر مارکیټ کې کوي، سری د پروډکټ کرایټریا پر کوي او موږ هر مارکیټ باندې کار کوو. د موږ ټارګټ ټول مارکیټ دی. نو په سٹارټ کې سرمایه کمه یو ای نه سٹارټ اخیستلی سي، بیا تاسو سره تر ټولو بیسټ مارکیټ چې دغه یو اس ده، تر هغه نه وروسته بیا یو کې ده، خو سرمایه کمه در سره تاسو له میډل ایست کنټری نه تاسو سٹارټ اخیستلی سي. او ورچوال اسسټنټ هغه وخت ډاکټر کېدلی سي کله چې ته صحیح ډول باندې کار وکړې، صحیح ډول باندې ته هغه درس صحیح ډول باندې ویلی، کله چې ته صحیح ډول باندې په امازون کې ایکسپرټ شوې. د دې لپاره پلیټفارمز دي چې مکمل موږ تاسو یو کورس لرو، مکمل یو سیزن لرو چې زه په کوم پلیټفارم باندې پرس که په سوشل میډیا باندې، په لینکډین باندې، په پایور باندې، په اپ ورک باندې، په یوټیوب باندې، په ټیک ټاک باندې، په دې ټول پلیټفارم باندې زه څه رقم سرویسز ورکولی شم خلکو ته سوپر زه کلاینټ پیدا کړم. او د کلاینټ لپاره د وی ای لپاره زه څنګه یو پرپوزل جوړولی شم، زه څنګه پلان اف اکشن جوړولی شم، زه څنګه هغه کنوینس کولی شم، څنګه د هغه کارونه مخ باندې وصلی شم. دا ټول خیر بیا پروسس ته چې موږ تاسې په دې باندې ځان ته یو شي ځان ته په هغه باندې مخ ته موږ تاسې ولو. کومه بله پوښتنه خو دې نه وه؟ خب سید ضیاء الرحمن شما سوال خود پرسان کنید. السلام علیکم استاد. و علیکم سلام. استاد ببخشید، سوال ما ایتو بود که وقتی که ما در امازون برند رجیستری میکنیم آیا به LLC ضرورت داریم؟ بله شما که برند رجیستری میکنید به LLC ضرورت دارید. خب یک چیز نگفتنم آنها که این خود صرف عمومی کلاس بود، باز کلاس عملی که شروع شد و هم به زبان پشتو می باشه و جدا می باشه و هم به زبان دری می باشه و کلاس جدا می باشه. یعنی مشکلی که زیاد مردمی که ولایت می باشه و مشکل زبان داره، باز به پشتو به دری برداشت می باشه. بله وقتی که شما ترید مارک رجیستر میکنید LLC ضرورت است، LLC باید شما جور کنید. درست. و امی کلاس شما را من تعقیب کردم استاد. امی خدمات را مثلا اگر نفر بخواه که پرایویت لیبلینگ کنه، تمام خدمات از A to Z شما برشان مهیا میکنین که خودش مثلا اگر سلف هم نگیره میشه کارش شما پیش ببرین؟
دفینیتلی ما مکمل تیم دارم، یعنی ما گفتم که ما تقریبا 18 الی 20 نفر ما تیم دارم که مکمل کار مایی است که از هر جای کلاینت های خارجی پیش ما است، کلاینت های یعنی داخلی است، از هر کشور ما کلاینت داریم. بله هر کسی که داره تیم ما میتونیم که مکمل A to Z برتان منیج کنیم. تشکر، سلامت باشین استاد. خب منم میوان اختر اوسم. سلامونه جناب استاد، تاسو ته ټولو ملګرو ته. زما یو دوی پوښتنې وې استاد محترم. اوله پوښتنه دا وه چې د پرایویټ لیبل د سټارټ لپاره څومره بجټ ضرورت دی، او بل خبر دا ده چې د دې لپاره که چیرې موږ خپل برانډینګ ونه لرو یا مثلا ټریډ مارک راجستر نه کړو، آیا کولی شو پرایویټ لیبل شروع کړو؟ یعنې په هولسیل کې خو دا مسله نه وه. نو تاسې ارزیابي کتله وکړئ پرایویټ لیبل اسانه دی که بدون دې چې مثلا مو ټریډ مارک راجستر کړو؟ دا یوه پوښتنه. او بله پوښتنه استاد، دغه ریکارډونه خو تاسې لږې په د وټساپ ګروپ کې که نه چې موږ کولی شو مثال سره تکرار وکړو. او دا آه. دیگه مسئله. شکر. خب مامان جان پرسان که پښتنه واسه امازون یعنی منیمم بجټ څومره پکار ده چې کله زه امازون پرایویټ لیبل سٹارټ کوم، او آیا بغیر ټریډ مارک څخه امازون پرایویټ لیبل کولای سم کنه سم کولای؟ که چیرته تاسو په یو اس مارکیټ کې امازون پرایویټ لیبل انتخاب کړئ، مینیمم تاسو باید $5000 باید سره په امازون یو اس مارکیټ کې په میډل ایست کنټری کې تاسو سره باید کم از کم تاسو سره باید $3000 تر $4000 درهم پورې تاسو په دوبۍ مارکیټ کې ځئ. خو کولای شئ ته بالکل ته کولای شئ چې ته ټریډ مارک نه ريجستر په $2000 باندې ته مایکرو پی ال شروع کړئ، یعنی هغه ته ام پی ال یې ستاسو ټریډ مارک نه حساب صرف د تا لوګو په امازون باندې لګي، پروډکټ باندې لګيږي، امازون ویر هاوس ته ځي، ته بیا په آینده کې کولای شئ چې هغه پروډکټ کامیاب سو سکسس سو هغه پروډکټ خپل برانډ ته چینج کړي، او دا په هر مارکیټ کې کولای شئ. مینیمم بجټ چیرته سمال سٹارټ اخلي په یو اس مارکیټ کې $5000 باید تاسو راي ته یو بیسیک پروډکټ کولای شئ لانچ کړئ، او په میډل ایست کې بیا کم بجټ پکار دی، دلته تر $4000 پورې ده. پرایویټ لیبل خبر کوم زه. خیر اوسه، مننه استاد. سلامت اوسه. خب نصر الله شما. استاد محترم، امید کوم چې به جوړ روغ سره یاست. الحمدلله ډیمو کلاس مو وکاته او په هغه کتاب فارسی ژبه او الحمدلله فارسی ژبه مو سر خلاصېدی. ما کوېسچن ما سوال دا دی، کوم چې بګنری خو الحمدلله ماته د امیزون پر لیول 2 یا پر 3 ماته معلوم دی، دومره کې امیزون کې چې ایکسپرت یم. اوس کوم بګنری د هغه سي کوم امیزون سٹارټ کی، البته په یو اس ای کې پی ال پرایویټ لیبل شروع کول هغه د لپاره ډېر انویسټمنټ پکار دی. نو که چیر په یو ای کې یا په کی اس ای کې شروع کوو هغه مونږ او په هغه کې بیا مونږ ام پی ال شروع کوو یا جنریک شروع کوو، او د دې لپاره چې دا څومره کې انویسټمنټ پکار دی، او د دې سره سره او کومه کیټګری بیسټ د په یو ای کې مونږ شروع کوو. زما خالي کوېسچن دا دی. په یو اس او کې اس ای مارکیټ چې د مایکرو پی ال لپاره یو ای او کې اس ای مارکیټ چې دی بيخي ښه مارکیټ دی دواړه. خو اوس په وخت کې زه له یو ای نم کې اس ای مارکیټ زیات ریکمند کوم. په کې اس ای کې چې دا الته کمپټیشن کم دا، اوس امازون نو راغلی دا، تاسو بيخي ډیر کم سرمایه نه سټ اکثره سي بغیر دې سي په یو ای مارکیټ کې تاسو ټریډ لایسنس په کار ده، په کې اس ای کې تاسو بغیر ټریډ لایسنس هم تاسو کولای شئ خپل کار شروع کړئ، یعنی په انډیویډوال اکاونټ باندې. او په کې اس ای کې تاسو چیرته غواړئ خپل مایکرو پی ال شروع کړئ، کم از کم $4000 $3000 باید تاسو سرمایه تاسو بیسیک شروع کولای شئ. او په یو ای کې تاسو چیرته غواړئ باید ټریډ لایسنس باید تاسو جوړ کړئ. ټریډ لایسنس به اوس تاسو نه مصرف غواړي $800 تاسو مصرف غواړي ټریډ لایسنس اته تر $4000 پورې. نو په یو ای کې $5000 استولره مایکرو پی ال صحیح ډول باندې سٹارټ کولای شئ د ټریډ لایسنس په شمول باندې. سرجی کچیر دغه وکړو د یو اس ای حالت مونږ ال ال سی جوړ کو، لیکن د یو ای اکاونټ پر هغه خلاص کو، آیا دا ممکنه ده؟ او بالکل، ما دا اوس یو اکاونټ تاسو ته وښیم، د اوس زه په دوبۍ کې پیسل کوم، دا اکاونټ د ګور تاسو زه اوس ښایم، زه اوس په دوبۍ کې سیلز پې کوم. یو منټ چې دا په کومه هغه باندې ما اخیستی اکاونټ دا اوس ما سره د یو اس مارکیټ اکاونټ ده، زه اوس په دوبۍ کې سیل پې کوم، تاسو ته ښایم څنګه سیل پې جوړوم. په هغه باندې زه په دواړو مارکیټ کې کوم، هم په یو اس کې ده هم په دوبۍ مارکیټ کې ده.
نه پیږم اکاونټ اوس ما نه دغه تللی دی، خو دبۍ کې مشکل نشته، کولی شئ چې تاسو په دبۍ کې هم په هغه باندې سیل وکړئ کوم چې په یو اس کې تاسو رجسټر کړی، په هغه LLC باندې تاسو کار کولی شئ. سرجي خالد دا یو کوېسچن، بعض کم منټور دی هغه په خپل منټورشپ ته دا ورښيي چې تاسو کله سپلایر چې چاینا څخه سامان واخلئ بیا په یو کې زموږ ویر هاوس دی هغه ته راوړئ، هغه کې بیا موږ لیبلینګ کوو او بیا وروسته چې دی هغه د امیزون ویر هاوس ته یاستو، یعنې دی اول خپل کم حساب دی کم دغه کوي پیسې اخلي د خپل منټورشپ څخه چې ستاسو سامان باندې موږ لیبلینګ کوو بیا وروسته یاستو، نو دوی هغه ته دغه ډایرکټ طریقه نه ورښيي ستا سپلایر ته هلته په چاینا کې اوس پر دې لیبلینګ وکړه او بیا امیزون ویر هاوس ته ډایرکټ واستو، نو دوی دا طریقه کار چاته ورښودل آیا دا ګټمنه ده که نه ده؟ دا ډیر اسانه پروسس ده، هیڅ ضرورت نشته دا چې ډایرکټ په چاینا کې اوس ټول څومره پروډکټ موږ راځي ډایرکټ په چاینا کې لیبل کیږي مستقیما د امازون ویر هاوس ته ځي، ډېر ضرورت نشته چې په دوبۍ کې امازون ویر هاوس دوبۍ کې ته پریپسنټر ته ولېږه هلته لیبل کړي، دې باندې تا کاست زیات راځي، کاست ډبل کیږي، نو ته باید ډایرکټ په چاینا کې د سپلایر څخه هلته لیبل ولګوې، هغلته پیکیجینګ وکړې او مستقیما د امازون ویر هاوس ولګوې، دا ډېر اسانه کار ده او موږ په دې باندې پریکټیکل بیا کار کوو، ځان ته کلاس لرو د سپلایر. خالي مشکل دغه دی کوم چا چې ما وختي کې منټورشپ اخیستی و 2 میاشتې مخکې، نو هغه په خپل کورس کې دا طریقه نه ده ښودلې، اوس زه هغه ته کله دا سوال وکړم په دې خو کاست زیات راځي خرچه، نو هغه ماته وایي موږ طریقه کار دا رقم نیسو، اوس پورې موږ چاته دا طریقه نه در ښودلې په چاینا کې سپلایر سره تاسو لیبلینګ وکړئ، درته به اول موږ له راځي سامان بیا به وروسته موږ امیزون او ویر هاوس ته استو، نو اوس د هغه سره کار دا رقم کول څنګه دی مناسب دی که نه دی؟ نه صحیح نه ده، نه کوه ځکه خپل تا باندې خپل چارجز اخلي کنه، ته تا باندې ډبل کاست راځي، درې ډبل کاست تا باندې راځي، یو ځل باندې شیپینګ کاست ورکوي، بیا باندې دوی کاست ورکوي، بیا لیبلینګ کاست ورکوي، تا نه سپلایر چې دا هلته هغه تا نه پیکیجینګ کاست نه غواړي، لیبل کاست تا نه غواړي، ډایرکټ امازون ویر هاوس شپ کیږي. بالکل. او د دې سره خالي کومه کیټګري بیسټ چې موږ بس په هغه باندې شروع وکړو او ځان لپاره انتخاب وکړو؟ په امازون دبۍ مارکیټ کې زده په ټایز کټګوري کې مزه، په بیوټي کټګوري کې مزه، الکترونیک کې، ګروسري کټګوري کې، نو ټول کټګوري بیسټ دي، په هر کټګوري کې پروډکټ پیدا کولای شي. بالکل ټیک دی. خالي یو آخري کوېسچن دا دی، ستا به ډېره مهرباني وي کوم یو ای اکاونټ چې دی هغه یو کوم د دې لپاره کوم ټول بهترینه چې موږ هغه استعمال کوو، یو سیلر دی هغه خو موږ استعمالو، یو د دې لپاره که کلوډ ای ای سره دا کنیکټ کیږي که نه کنیکټ کیږي، او د دې سره امیزون کوم LLC د هغه تاسو تیاروي که نه تیاروي؟ او LLC موږ تیاروو ټوله LLC په هغه کې کوم هغه نشته، او بل پوښتنه باندې تا پوه نه شوم. ما ویلې چې امیزون کوم اکاونټ دی هغه لپاره یو بهترینه ټوله وښیه یا کوم کلاود ای آی دی هغه او د یو ایس کوم مارکیټ دی دواړه موږ سره د کوي چې هغه موږ د لپاره لیسټینګ وکړي یا بهترینه ټول پروډکټ تاسو هانټینګ. بهترینه ټول به زه درو ښیم، دا به تاسو لپاره بیخي ډېر زیات په تاسو مشکل حل کړي، تاسو به ای آی پیسټ اپ نوم باندې دا به تاسو پرچیز کړئ، صحیح ده، دا چې کله پرچیز کو دې سره به تاسو وصل سئ، که تاسو په هر مارکیټ کار کوئ دا به تاسو ډېر زیات مشکل حل کړي. ای آی پیسټ په دې کې ډېر زیات ټولز دي، په دې کې خپل ایجنټس ای آی ایجنټس دلته سره وصل دي، په دې کې دا اوس ما ایکسپایر شوی ده، نو دا ټوله بهترینه ټولز ده، په دې کې تقریبا کم از کم 12 څخه تر 15 پورې ای آی ایجنټس دي چې هغه ټول د امازون لپاره کار کوي. ها یعنی مطلب دا در کلوډ ای آی چې دی هغه بهتره دی؟ هغه خپله دلته شته پکې، کلاوډ هم خپله شته پکې، ها ډېر جیمینای هم شته بهتره. پکې، پرپلیکسټي هم شته پکې، ګراک هم شته پکې، یعنی هغه ټول چې ته په هغه باندې ته په $50 ورکوې تا باندې به $300 کاست راځي، تا ون بای ون اخلي، او د دې په تور باندې به ټول ته په یو ځای کې اخلي په $15 یا $10 باندې. دا منتلی چې دی هغه چارجز $15-16 دی. او په دې کې بیا د کارت ډیر زیات راخستلی شي. دا ټولز به په ټول افغانستان کې چاته معلومات نه دي ټولز باره باندې، دا صرف په ما لانچ کړی دا ټولز، یعنی نیو تر اوسه پورې چاته معلومات نه سره دي ټولز، خو دا زه دې خاطر درته وښودې چې شاید که چېرته خپل کلاس جوړ کړې او بیا به موږ تا ته خپل چارجز درکړو، ستاسو به دا زده کړو څنګه یوز کېږي. زموږ ټول کار همداسې ده، ټول A to Z چې دغه دی، ټول سټارټ نه تر اخره پورې ټول د AI په واسطه باندې زموږ کار. ټیک دی، سید نور څه کوم ستا کلاینټ دغه کوېسچن کې هغه دې وکړي بیا به موږ مننه. آیفون شما سوال خود پرسان کن. سلام علیکم.
استاد محترم دا چې روغ به زه چې د فرانسه کې ما تقریبا د یو کال کېږي چې امازون مې سټارټ کړی ده او هولسیل اکاونټ لرم یو کې کې ال ټي ډي م لرم خو اوس غواړم چې پرایویټ لیبل شروع کړم نو دې کې به دې تا رایه څه وي ځکه ما هولسیل اکاونټ جوړ کړی ده اف بي اے کوم که نه نو تر اوسه پورې مې داسې پروډکټ نه دي لیست کړي او مشکل یې دغه ده چې داسې یو سپلایر نه پیدا کېږي چې هغسې ته ورنه غواړې چې امازون ته سامان ترېنه واخلې او بیرته یې په امازون هلته لیسټینګ وکړي او چې انویسټ یې قبول سي. مشکل یې دغه ده زیاترو ځایونو کې چې دا مشکل دغه یي نو غواړم چې امازون پرایویټ لیبل مې تا سره شروع کړی وی دې کې باره کې به یې تا نظر څه وي؟ پرایویټ لیبل فرانسه کې ته خپله باندې او فرانسه کې مو امازون اکاونټ هم لرم ال ټي ډي م لرم په یو کې کې بیا مارکیټ یو کې استفاده کوم. ترکیه نن تا ته فرانس مارکیټ کې فرانس مارکیټ کې پرایویټ لیبل شروع کړه ډیر زیات څه پکې وکړي ترکیه کې نه یو کې کې د یو کې کې په یو کې کې هم کولای شي سیم ټایم یو پروډکټ هم په فرانس کې خرڅولای شي هم په یو کې کې او څومره لکه مثال یو کې کې په یو کې لپاره څومره پرایویټ لیبل لپاره څومره سرمایې ته ضرورت ده؟ فرانس کې ته چېرته سټارټ اخلې فرانس کې ته 2000 یورو نه ته بیسک سټارټ اخیستلی سې یو کې کې ته کم از کم 5000 پاونډ باید ولرې. فرانسه کې خپله خو دا ټکسونه زیات دي او دغه لکه مثال یو کې لپاره ال ټي ډي ده او داسې نور که نه نور ملکونو لپاره خپله فرانسه کې ډېره سختي لري. هغه زه په طریقه ښایم ښه ته خپله فرانسه کې اوسېږې ته خپل نوم باندې اکاونټ مه جوړوه ته د ورور په نوم باندې جوړ کړه چې افغانستان کې د پلار په نوم باندې جوړ کړه د میرمن په نوم یې جوړ کړه د بل چا په نوم یې جوړ کړه د بل چا په نوم یې جوړ کړه. سمه ده سمه ده مننه. خب دوستا کلاسای ما بخیر کسایی که میخواهد که پرایویت لیبل یاد بگیره صحیح پرکتیکل و یعنی هر چیز و صحیح یک بزنس خوب رن کنه کلاسای ما بخیر شروع می شود. ثبت نام جریان داره در این هفته تقریبا در شاید میبی روز سه‌شنبه کلاس اولی ما می شود و در کلاس اولم کسایی که میخواهد با جوین شو انشالله ما به شما باز داخله میتم و هر چقدر زودتر که میشه و کسایی که میخواهد شما داخله کنید شاید باز زیاد کوشش میکنه که ما از یک سیم از دو نفر زیاد جای نمیتم یک کلاس پشتو می باشه کلاس دری می باشه که 10 نفر می باشه بار از باز زیاد نفر ما جای نمیتم و کار ما انشالله که است ببینید این ما کورسایی که مردم پریمیتم پریپ کورس به یوتیوب کانال ما هستش ما بریم اونجا از این جای بگیریم ولی او اولد کورس است او به درد شما نمیخوره. این امروز که کسی که کورس میتا باور کنید روز 90% هیچ به درد شما نمیخوره اول پرایویت لیبل تدریس میکنه. مهمی نیست که مهمی است که شما اپدیت چیز یاد بگیرید صحیح کار خود آسان کنید و چیز عملی یاد بگیرید. با هر کسی که شما کار میکنیم چون ما باشم کسی دیگه باشه ببینید تیم از زیرا ببینید کارهای زیرا میبینید این چقدر کارا را پیش میبره بعد از شما کار به شروع کنید و انشالله شما 100% موفق میشوید. ما این به نفر گارانتی میکنم که هر کس میایه کار میکنه و شما حتما موفق میشوید. خب کسی بله استاد محترم خالد ایوب کوېسچن ولو کوم یو ال ال سی په باره کې موږ تاسو ویل چې هغه تاسو تیاروي نو دغه به څنګه ترتیب بیا به تاسو رابطه څنګه وکړو ما د پاره ال ال سی تیار د تا لپاره ال ال سی تیار کړم او جی ال ال سی په هر سټیټ کې ته وغواړې ال ال سی موږ درته جوړو صحیح نرخ باندې درته جوړو مرزه پر واتس اپ باندې بیا رابطه وکړو او واتس اپ باندې تماس ونیسئ. دا کوم ای آی پسته ستاره وشوي دا ما د پاره مثال کې تو پر پروډکټ هانټینګ لیستینګ دواړه کوي. در از دکانو د ای آی پیسه درس نه ده چې تاسو صرف ټولز د کو وستیز خو هلم 10 هم ده زبرتن هلم 10 پروډکټ ریسرچ کوي ته به سیار پر هلم 10 کوي د ایمان ور دسو اصل کې دې کار ده په دې څنګه استفاده کړه څنګه یوز کوي اوس هلم 10 ده امازون سیلر سنټرل ده زبرتن اوس هلم 10 ده هلم 10 باندې تاسو پروډکټ ریسرچ کولای شئ اوس د دې مننه است هلم 10 صرف نوم ځکه نور ته د کار باندې پوښي اصل کې دې نه کار اخیستل په دې باندې څنګه کار کوي ما مخکې ورته ویل چې ای آی چې د ای آی نه موږ تاسو کار څنګه کوو ای آی ایجنټ موږ تاسو څنګه استفاده کوو څنګه لغونه کار اخلو دا بیا ډیفرنٹ ده دا د څنګه چې ما تاسو ټولز ویل چې ګور دا ټولز اوس نور ته بس ته مشکل حل سو مشکل دا چې دا څنګه استفاده کوي دا څنګه کار کوي
بالکل بالکل پوه شو مهمه ده نه ستا وزر تم کنده امازون سیلر سنټرل تم کلاود ده اوس کلاود ما درته ویس کلاود نه ډیر زیات کار اخلم اوس کلاود څنګه کار دی دا بیا ځان ته کار دی کلاود نه څنګه استفاده اخلي کلاود باندې څنګه پروډکټ ریسرچ کوي دا بیا د هر چا کار نه دا بیا نالج ضرورت ده پریکټیکل کار ضرورت ده اوس دا که ته شاید واخلي شاید پیسې په مصرف شاید کوم کار ته باید ترې واخلي شاید ترې وانه اخلي دا څنګه استفاده کیږي یعنې څنګه کار سره چې د ځان ته کار غواړي بالکل صحیح خبره ده. او لکه اوس زه ته مستر ته چې پروډکټ ریسرچ ټول په غواړم مثلا کیپاده تر ته کیپاده اوس کیپا هم استفاده کول غواړي یا زه ته مس جنگل سکاوټ د جنگل سکاوټ هم کار غواړي نو دا د سینه رسي اوس تاسو دې باندې صرف نوم دې ځکه کار تاسو دسو دا به خپل کار غواړي صحیح ده بالکل وقاد بله سلام علیکم استاد امید که خوب باشین تشکر استادی 20 کلاس هستی به چقدر مدت خونده میشه در 2 ماه بخیر هفته چند جلسه می باشه 3 جلسه می باشه خب استاد دیگه چی اسناد ضرورت است برای پرایوت لیول تنها LLC یا دیگه کدام اسناد اضافی هم به کار است نه فعلا ضرور نیست او وظیفه کورس شما خلاص شده شما پلان گرفت بازو ضرور است نه گرچه دارم گرچه LLC جور کردیم من گفتم اگر باشه دیگه اصل خوب است اصل خوب است نداری مشکل نداره نه دارم استاد بله دیگه استاد خوب است همین ولسیل پیش شما خواندیم استاد یا مثل پرایوت لیول مثل ولسیل بری بیسیک و اینترنشیپ داره یا تنها چه قسم است نه در این کلاس مکمل اینترنشیپ و چیز مکمل ما یک جای کار میکنم در این اینترنشیپ مکمل اینترنشیپ بیسیک مکمل در یک کلاس ما خلاص میکنم و کسایی که آلردی هولسیل کار کرده برای زنا خو بیخی یعنی بیخی آسان است به این معنی که شما پیش 70% کار کردی صرف 30% ان شاء الله یعنی به این معنی که شما از موتور تویوتا پایین میشوی در موتور لکسس بالا میشی این رقم است واو چه خوب دیگه فیس چه قسم است پیس ازی یعنی ما بیخی تقریبا پیلن اصلا پیس ازی که است یک کورس که ما میگیرم 20000 افغانی میگیرم و پیلن که دوره اول ما است 10000 افغانی است یعنی بیخی در این هم پرایوت هم اینترنشیپ می باشه هم مکمل بیسیک مکمل پرداخت میشه ابتدا یا وسط آخری این پرداخت چه قسم گفتم در وسط کورس یا ابتدا یا انتهای چه قسم است در شروع است ولی کسی که موفق نشده در بین از این پیس داده میشه و پس کسی که موفق نشده یعنی یا کدام مشکل برش پیدا شده او ما تضمین از این میکنیم که هر کس بیه اگر موفق نشده ما پیس از این پس میدیم استاد من یک شماره واتساپ تون داشتم همیشه با شما تماس میشدم دیگه اونمو واتساپی که با شما تماس میشدم گروه جور شده واتساپ شخصی تون چه قسمت یا شماره تون خواست شماره تماس واتساپ شخصی تون ندارم شماره شخصی ما نیست و گروپ که جور شده و شماره شخصی ما نیست و شماره دفتر است با شما میتونید که به شماره تماس بگیرید نه شماره شخصی مستقیم خودتون یا واتساپ مستقیمتون که داشته باشم با او شما تماس میگیریم باز ان شاء الله ما براتون جواب میدم نه من فردا براتون کار دارم یک د پنیر خود پول اضافه میکردم استاد خب بله به همین خاطر میگفتم صحیح است باز ما شماره شخصی خود براتون شیر میکنیم صحیح شد چطور تماس شد من صبحی کار دارم پول اضافه میکنم بس ان شاء الله صبحی باز با مسیج پیام بان باز ما براتون با می گروه د گروه پیام بانم استاد نه در گروپ نه در شماره ندارم شماره تون استاد یک شماره عریبا دارم با پیش شما است اگر همون باشه با شماره روان کوم از ماست اینم واتساپ پیشتان است ما که پیام دادم باز متوجه باشین صبح که ان شاء الله ساعت 9 بجه 10 بجه تماس میشم صحیح است مشکل نداره بس بخیر باشین خداحافظ